استارت حضور من از یه ایستگاه اتوبوس شروع شد. یک سال و نیم واقعا حتی جورابم برای خودمون نخریدیم. 5 تا لپتاپ استوک خریدم و چک دادم بهش، پول نداشت، پول نرم افزارم حتی نداشت. برای آوردن پارت اول میلینک ها پولشون رو نداشتیم. دقیقاً یادمه 4 ماه من خونه بودم و از خونه مارکتینگ می‌کردم. الان مجموعه ما از تک فروشی به پک فروشی رسیده. چقدر نیاز به آموزش زیاد بود که با اون شرایط کلاس ما پر شد، حتی بیشتر از ظرفیت ما تونستیم برگزار کنیم. به نظر من شما تخصص هم داشته باشید ولی اعتبار تو مارکت نجوید نمیتونید موفق باشید. یعنی نمیدونستم برند چی. اصلا نمیدونستن تا این آدمگه برند رو میتونستی بیاری. کار دست همیشه ارزنده است ولی تکرار پذیریش بسیار پایینه. الان داره تکنولوژی واسش انجام میده. رفاه میاره. سلام، من محمد نوری هستم و اینجا دیتی تاکه، جایی که در کنار بزرگان دنتال درباره چالش‌های واقعی دندانسازی با هم گپ میزنیم. مهمان این اپیزود 2 از دوستای خوب منن که عمده شهرتشون بابت آموزش دندانسازی دیجیتاله. آقای علی حیدری و خانم فرزان آزادنیا. خیلی خوش آمدید. قربون شما محمد جان، ممنون از دعوتتون. امیدوارم گپ خوبی رو با هم بتونیم امروز تجربه بکنیم. خیلی ممنونم از دعوتتون، باعث افتخار در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. ورودتون به حوزه دنتال خیلی خاص، خیلی جذاب، خیلی باورناپذیر بوده. بله. اگر توضیح بدید ممنون. خواهش میکنم. آره واقعیتش یه فیلم هندیه به اصطلاح. من سال 92-93 خب از شهر خودم یعنی آمل اومدیم برای تهران که حالا مشغول بشیم. یه جایی نشد، اون زمان هم ما نامزد بودیم به اصطلاح و من خوابگاه بودم. بله ایشون هم خوابگاه بودند. یه تایمی تقریبا یه هفته 20 روز گذشته بود از حضورم توی تهران و خب یه جایی بود سمت تهران، سمت جنوب شهر تهران، تازه ورود که پیدا کرده بودیم با چند تا از دوستان خودمون. یه اتاقکی بود، تازه در حقیقت تهران داشتیم تاچ می‌کردیم. یه اتاقکی بود و یه چند روزی با دوستان بودیم. اون روز یه خانم آزادنیا فرزانه جان زنگ زد که پاشو بیا هم دیگه رو ببینیم. طبق معمول ایشون وقتی اعصابشون خورده اصلا میگن نه برای چی کجا بیام؟ گفتم آره. این همه رو از شمال اومدید تا تهران یا بیای منو نامزد بودیم دیگه، یعنی بالاخره با یه اخلاق خوبی اومد. و تو این مسیرم خب هر کسی سری اعتقاداتی داره. من هم خب خیلی وقتا آدم که دلش میگیره یه جورایی در دل میکنه با حالا یکی اسمشو خدا میذاره، یکی اسمشو کارما میذاره، حالا هر چیزی که هست. اون روز با خدا خیلی تو چالش بودیم و خیلی عصبی بودیم. یادم هست داشتم برمیگشتم، اومده بودم مترو میدون شهدا و وایسادیم که منتظر اتوبوس بودیم که یه مسیر رو باش بریم. تو همین حین من قاعدتاً آدمیم که با غریبا زیاد دمخور نمیشم، یعنی گپ نمیزنم باش. ولی اون روز خیلی اتفاقی شد. تو ایستگاه که بودیم یه جوونی هم جلوی من بود. اون صحبت رو شروع کرد. آره اتوبوس نیومده، منتظریم فلان. و گفت شما چی کار میکنین؟ گفتم من تازه اومدم و دنبال یه بیزینسی هم که بتونیم فعالیت بکنم. گفت من حسابدار یه شرکت ایمپلنتی ام و شرکت ما استخدام میکنه، ازتون خوشم اومده، دوست دارم همکار بشیم. گفتم ایمپلنت چی؟ اصلا ایمپلنت نمیشناختن چیه. و این شد که گفتم باش، رفتیم برای مصاحبه و دیدم کارمو دوست دارم، یعنی به عنوان کارشناس فروش استارت خورد. مخاطبامو دوست داشتم، در حقیقت کاری که داره انجام میشه رو دوست داشتم، لول کار رو دوست داشتم. دیدم همون چیزیه که من علاقه‌شو دارم و این شد که کم 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 گذشت و تقریبا الان به فلوش 12 سال رسیده از اون تاریخ و الان 6 سال خورده‌ای که شرکت خودمون رو داریم و داریم توی این حوزه فعالیت بکنیم. عملاً استارت حضور من از یه ایستگاه اتوبوس شروع شد.
البته اینم بگم اصلا خانواده هامون هم هنوز شاید باور نکردن که این اتفاق باعث شد که ما وارد این حوزه شمایی اصلا من باشم اعتماد نمی‌کنم. ولی خب آره اینجوری بود، واقعا همین بود. یه سوالی پرسیدی؟ شما همونطوری شما به همون ایستگاه اتوبوس رفتید تا دوباره گذرتون بخوره؟ من نه علی جان خب توی شرکتش اولا بگم که دنتیوم بود، مهندس سفاری خیلی استادمون هستن، ایشون ما رو وارد این حوزه کردن. علی جان توی یکی از هلدینگ‌های مهندس سفاری مشغول به کار شدن و بعدش منو معرفی کردن به یکی از هلدینگ‌های دیگه‌شون که همون شرکت دنتیوم بود. من اونجا کار می‌کردم به عنوان کارشناس فروش. علی جان هم اول به عنوان کارشناس فروش بود، ولی از اونجایی که پله‌های ترقی عادت داره خیلی یک پله دو پله در میون تون تون طی میکنه، خیلی زود اونجا مدیر شد، مدیر عامل یکی از هلدینگ‌ها شد و اینجوری. خودشون اگر میخوام اسمشونو بگم گفتم جرقش از ایستگاه اتوبوس استارت خورد و حالا ادامه پیدا کرد و هی جلو رفت و علاقه‌مندی بیشتر شد که بعد از تقریبا نزدیک به 4 سال همکاری با هلدینگ دورسانته با مهندس سفاری عزیز، دکتر کریمی عزیز و دکتر حسنی عزیز که همیشه قدردان زحماتشون هستن، بعد از اون وارد شرکت مگاژن شدن با مهندس ناصری عزیزم و بعد از اون که وارد مگاژن شدیم با مهندس ناصری پروژه دیجیتال مگاژن رو اندازی کردیم که تازه سال 96-7 بود که من وارد مگاژن شدم و اونجا تازه دیدم دیجیتال چیه. تازه یادم هست اون موقع یه پرینتر FDM بود، داشت تستاش اونجا انجام میشد و هنوز من پرینتر از نزدیک ندیده بودم و یادمی که داشت یه هواپیما اونجا پرینت میشد. تقریبا 1 روز کامل زمان برد اون هواپیما پرینت بشه با پرینتر FDM. گفتید مسعود معروف داشت پرینت میکرد؟ بله من شروع به آشناییت من با مسعود قوامیان عزیز که جاش خالیه. آره واقعا داره خالیه. آره از اونجا استارت خورد رفاقتمون و تازه با حوزه دیجیتال اونجا آشنا شدم. یک سری حالا برنامه‌ای که با مهندس ناصری صحبت کردیم جلو بردیم و دیجیتال مگاژن رو اون زمان راه اندازی کرد. دیجیتال گاید منظور شما؟ بله خدمات گاید رو عملاً استارت زدیم. اون موقع یادم هست دیونوید تقریبا نزدیک به 10 ماه استارت زده بود. بعد از اون مگاژن با تکنیک اسلیولسش واسه گاید ها اومد رونمایی کرد از پروژه خودش. خب خیلی سختی داشت. ما 98 خودمون مشتریتون شدیم اون موقع. آره سال 98 یه سال بعدش دیونوی فکر کنم میفرستاد کره و بله اون زمان بحث طراحی خورده های تک بود و کره ها یا شرکت های خارجی هم تا جایی که میتونستن سعی میکردن کلوز کار بکنن. واسه همین قضیه دیونوی یادم هست اگر شما فایل میفرستادین، البته اسکنر خیلی کم بود، اگر شما کس میفرستادین اونجا اسکن میکردن و میفرستادن کره اونجا طراحی میکردن، بعد فایل ارسال میشد، اینجا پرینتر داشتن پرینت میکردن و تحویل بهش میدادن. یه پروسه بسیار زمان بری بود که حالا تو بحث مگاژن ما اومده بودیم این رو تقریبا با توانمندی که مسعود جان داشت و حالا از خطایی که انجام شد تونستیم پس اسلیولس رو جا بندازیم. تقریبا 1 سال و نیم 2 سال هم با مگاژن هم همکاری کردم. چی بود پوزیشنتون تو آخرین لحظه؟ من مدیر دیجیتال مگاژن بودم. یعنی چی مدیر دیجیتال؟ یه لاین مگاژن 2 تا لاین داشت. یه لاین فروش ایمپلنت بود، یه لاین دیجیتال. مدیر فروش دیجیتال. مدیر در حقیقت فروش دیجیتال. مدیر عامل نبودی؟ نه مدیر عاملش دست مهندس ناصری بود. و زمانی که بلافاصله آریو اومد شکل گرفت. فاصله داشت؟ فاصله که چه عرض بکنم همون 4-5 ماهه بستگی داره چی در نظر بگیریم. استراحت. خب میخوای شما بفرمایید؟ نه شما خب من تازه دارم میفهم چی به چیه. آره شما هم جالب. حالا من سعی میکنم خیلی کوتاه بکنم و خیلی دیتیل داره دردش. آره و من بعد از در حقیقت سال 97 بود، اواخر سال 97 بود. من آمولی هستم، فرزانه جان بابلی. آمول و بابل حالا دوستان که میدونن هزیه دعوا رو نشروع یه حالا رزومه راجع به این 2 تا شرکت 2 تا شهر قطعا دارم.
تو فرهنگ بابل اینطوریه که بیشتر اولین آیتمی که دوست دارن این هستش که شما صاحب منزل باشی، بعد برسی حالا ادامه پروسه درآمدیتون. ما توی آمل این فرهنگمون دقیقاً برعکسه. ما میگیم که اجاره نشین باش و پولتو سرمایه گذاری کن و بیزینس. کارمند شما بیزینسمن. دقیقاً همینه. دقیقاً اینطوری. یعنی توی دو تا شهر کلا با 30 کیلومتر با هم فاصله داریم، ولی واقعاً دو تا فرهنگ متفاوت. ما اون زمان خب خیلی دوست داشتم بیزینس خودمون رو ران بکنیم. فیلد دیجیتال آشنا شدم و یه سری جرقه به ذهنم زده بود واسه اون قضیه که نشد همکاریمون رو با مگاژن با مهندس ناصری پیش ببریم. سال 97 اواخر 97 بود با اصرار فرزانه خانم ما دیگه هر چی داشتیم فروختیم. حالا یعنی از ماشین زیر پامون بگیری تا به اصرار خانم آزادنیا، با اینکه ایشون میگید تیپ کارمندی فکر میکنه. نه بذار بقیه‌شو بگم. نه من همون آدمم. همونه. ما بهشون گفتم که باشه، یعنی شما هر کاری می‌کنیم که اول خونه. گفتم بابا اجازه بده خورده بیزنس فعلا. همین دیگه. واسه همین گفتم همه چی رو فروختیم ما. و واقعا به معنای واقعی از نظر مالی زیر صفر، معنای واقعی. و خونه خریدیم. به خاطر اینکه خرید خونه بود. من میگم قدرت دست کی. دقیقاً می‌خواست تیکو بزنه. اینجوری بهتون. کیشو زد. این تیک نه، این چک. واقعا برای من چک بود. ولی در کل حالا ما یه کوچولویی هم داریم، الان 8 سالشه. سال 96 96 به دنیا اومده بود. ما 97 سال تقریبا 1 سال شده بود. مستاجر بودیم اون موقع و اواخر 97 اون خونه رو گرفتیم. تا اینجا زیر قرض و قوله و فلان واقعا زیر فشار بودیم و 2-3 ماه بعد از گذشت سال 98 من دقیقاً یادم 13 تیر سال 98 آخرین روز همکاری من با شرکت مگاژن بود و بعد از اون کم کم زیربنای شرکت خودمون رو آریو رو استارت زدیم. یعنی استقبال از چالش دقیقاً توی زمانی بود که زندگیتون حفاظ بود، بچه کوچیک اصلا نگم بابا. محمد جان من حالا اینجا دیگه دارم خیلی آدم سخت بهش میگذرن، چون اینجا آدم هیچ ضعیف‌تر حساس‌تر. خودتون حالا رویه هم دیگه رو میشناسین. یعنی من آدمی ام که تو اوج مشکلاتم هیچ وقت گله نمی‌کنم، یعنی پیش کسی گله نمی‌کنم. یعنی هر کی از شهرستان اگه از آمل زنگ می‌زدن اوضاع کار شده، خدا رو شکر عالی، خدا رو شکر داره می‌بینیم جلو. ولی در واقع این چیزی نبود. در واقع حالا دست اون آیتم که خونه رو خریدیم بهش گفتم آقا تیک خونه رو دیگه زدیم، حالا بذار من بازی کنم. این دست اصلا حالا بذار من بازی کنم. قبول کردم و گفت تو قبول نکردی چی می‌خواستی بگی؟ معلومه خیلی وضعمون بد بود، وقتش نبود. من اون موقع خب ایده شرکت زدم. به حال خودتون میدید شرکت زدن کار الکی نیست، اونم تو حوزه کاری دنتال که بزرگان زیادی این وسط سرمایه‌داران بسیار زیادی این وسط هستن که به راحتی میتونن بازی رو عوض بکنن. به حال من همیشه این جمله رو دوست دارم که میگن سر موش بودن بهتر از این که دم شیر باشی. واسه همین قضیه اومدیم بیزینسی رو انتخاب کردیم که عملاً عقبه یک مارکت بزرگ نباشه، به اصطلاح یه کار جدیدی واسه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه، رقیبش کم باشن. آره، و مارکتش هم به نسبت کوچیکه دیگه. شما دیجیتال اون موقع ما استارت زدیم، شرکتی به سبک و سیاق نبود، شاید به انگشت یک دستم نمی‌رسید شرکتی در دیجیتال به صورت حرفه‌ای کار می‌کنه. به هر حال اون زمان بسیار روزهای سختی بود. حالا دارم میگم، فقط به چند تا از دوستای صمیمیم گفته بودم، ولی الان بار اولی دارم اینجا میگم. اون زمان انقدر از نظر مالی زیر فشار بودیم. من آمول یه اتاقی داریم، یه کمدی داریم که واقعا به معنای واقعی من و فرزانه خانم 1.5 سال واقعا حتی جورابم برای خودمون نخریدیم. نه که نخوایم، پولشو نداشتیم ولی واسه بچه‌مون کم نذاشتیم. حسا خوبی داره. من رفته بودم آمول، اون کمد قدیمی‌ها رو باز کرده بودم، لباسای اونجا رو برداشتم آوردم تهران، دادم خیاطی، حالا با یه خورده تغییراتی انجام دادن و اونها رو میپوشیدم. الانم با افتخار دارم میگم این قضیه رو، چون واقعا یه هدفی داشتیم، یه انگیزه واسه پیشرفت داشتیم، ولی خب زیر فشار بسیار بالایی بودیم از نظر مالی. و خب
بعد از یه مدتی دیگه شد دیگه، یعنی مسیری شد که هر دومون اعتقاد پیدا کردیم که مسیر درست. فکر کنم از سال 98 نمیدونم با شما آشنا شدم. تقریبا از همون اول همینقدر کت و شلواری خوشتیپ و قبل از ازدواج هم اینجوری، همیشه اینجوری بود. آره و هیچکی باورش نمیشه که این آدم یه زمانی هم سختی کشیده، یه زمانی هم اونقدر همه چیز گل و بلبل نبوده، خیلی آره طبق چیزی که دوست داشته کار پیش نمیرفته. اصلا ایشون 4-5 ماه، حالا نمیدونم درسته بگم اینا، توی خونه بودن و مثلا وقتی خانواده ها می اومدن پیش ما که ما رو ببینن، از شهرستان می اومدن، خب می اومدن داخل خونه میموندن 3 روز 4 روز. بعد مثلا من که سر کار میرفتم جای دیگه، علی جان مثلا صبح تا غروب میرفتم بیرون میموندن و ساعت 5 و 6 مثلا خیلی روزای سخت کاری تموم شد. من انقدر این متروهایی که تو اسکا مترو میرفتن و میشمردم، انقدر میرفتم توی، حالا مگه زمان میگذشت. ولی من فکر میکنم یه چیزی خیلی قوام میده، خیلی تعیین کننده است، انگار تیراهنای اون بناست و اون ذهنیت شماست. یعنی من فکر میکنم شما از همون اول، حالا نه به طور دقیق تا حد زیادی براتون شفافه که قراره به کجا برسید و پاش هستید. یعنی اینطور نیست که یه اتفاق پیش بیاد. شما خیلی اتفاقات میفته. یعنی من زمانی که وارد شرکت ها شدم، خب خیلی قبلتر از من هم وارد این حوزه شده بودن و هنوزم که هنوزه دوستای بسیار خوبی هستن برای من، ولی هنوزم که هنوزه کارمندی دارن جلو میرن، با احترام بسیارم عالی درجه 1، ولی یه خورده کارآفرینی کردن، بیزینس ران کردن، اون هم تو این سبک و عشق، اون هم با تقریبا زیر 0 کار بسیار سختی بود. من خیلی دقیق حالا تو هر حوزه‌ای با هم صحبت می‌کنیم، ولی چالش‌های کوچولویی که تو زمانه خودشون خیلی بزرگ بودن، حالا من چند تایشو میدونم، یه خورده هزینه اگه میشه یکی دو تاشو بگی، هر کدومی که دوست دارید و قابل پخشه. ما زمانی که شرکت رو خواستیم بزنیم، اون موقع فرزانه جان، خب سال 98 گفتم بسیار از نظر مالی زیر فشار بودیم و من ازشون خواستم یه فرصت به من بده، یه فرصت چند ماهه بده که این مسیر رو بذاره من یه تاش بکنم و الا برگشت این مسیر چیز خاصی رو من از دست نمیدارم، دوباره میشورم کارمند یکی از این شرکت ها و کارم ادامه میدارم. ولی گفتم این فرصت رو به من بده. ما دقیقاً یادمه 4 ماه من خونه بودم و از خونه مارکتینگ میکردم، یک سایت بالا آورده بودم به عنوان شرکت آریو سلامت و یه پیج اینستاگرام بالا آورده بودم، رفته بودم 2 تا شماره ثابت اجاره‌ای گرفتم که کسی اگه از بیرون زنگ میزد، مثلا اپراتور میگفت شما با شرکت آریو سلامت تماس شماره مجازی منظورتونه؟ شماره مجازی. 91. بعد کسی زنگ میزد فکر میکرد با یه شرکت در ارتباطه، مثلا گفت جهت ارتباط با واحد فروش عدد 1، واحد فلان عدد 2، همش دایورت بود رو گوشی من، یعنی همش کاری که انجام میدادی. و 4 ماه من یادمه فرزانه خانم میرفت سر کار تو یک شرکتی کار میکردن و من کوچولومون رو صبح میبردم مهد کودک، میومدم خونه، شروع میکردم به مارکتینگ، تماس گرفتن و کاری که خواستیم انجام بدیم و بعد غروب میرفتم دنبال بچه، ماشینم نبود، با تاکسی میرفتم دنبالش رو برمیگشت. بعد از 4 ماه تقریبا مسیر مشخص شد که این مسیر میتونه اتفاقات خوب بیفته و تصمیم گرفتیم که یه دفتر اجاره بکنیم. یعنی همیشه میگفتیم خدایا میشه یه اتاقکی هم باشه، ما یه بیزینسی بکنیم یا دفتری باشه به اصطلاح. و یه دفتر اشتراکی گرفتیم، یه دفتر هولوش 70 متری بود، 2 تا اتاق داشت. یه دوستم تو اون اتاق کار آیتی انجام میداد، این اتاق هم حالا کاری بود که ما دفتری انجام میدادیم. جاش به اون صورت خوب نبود، ولی در کل واسه شروع کار حرکت به نظر من خوبی بود. مهمونهای اون دوستمون اگر تشریف می آوردن، من طوری رفتار میکردم که انگار دفتر آیتیه. مهمونه ما که می اومدن، اون دوستمون طوری رفتار که انگار مثلا دفتر ماست و فلان از این حرفا. یه فشاری هم واقعا رو ما بود. ولی همون تایم یادمه یه اسکنری بود، من اصلا خودتون میدونید دیگه، اصلا ما دستگاه دست 2 به هیچ عنوان کار نمیکنیم. برای همین منظور یه دوستی گفت آقا من یه اسکنر دارم، اینو برای من حالا میتونید مشتری پیدا بکنید. من گفتم کار نمیکنم. با اصرار ایشون و حالا یه مشتری هم من پیدا کرده بودم
که اون هم بهشم گفتم که این دستگاه دسته 2 دقیقاً همون دیالوگو کپی پیست کردم براش، گفتم که به این صورت من یه خیری دارم میگیرم میدمش به شما و اون گفت آقا اوکی موردی نداره و طبق روال من گرفتم و اولین دستگاه نه دومی دستگاه دسته 2 بود که اون زمان اولین بود، ولی بعد اون من یه دستگاه دسته 2 دیگه کار کردم، اون خوب از آب در اومد، ولی این الان مشکل ساز شده بود. دستگاه رو ما دادیم، چند وقت که گذشت دستگاه اسکن لابراتواری بود، لنزش مشکل پیدا کرده بود و به اون دوستمون زنگ، چون دوستمون گفته بود که گارانتیش با من، خیالت راحت فعلا. گفتم این به اعتبار تو دارم این کارو میکنم و فعلا. گفت اوکی و دادیم به ایشون، لنزش مشکل پیدا کرده بود، زنگ زدم فلان، جواب تماس منو دیگه نمیداد و گفتم ببین بعدها از یک رابطه‌ای باش ارتباط گرفتم، گفتم ببین شما اعتبار منو زیر سوال برداری میبری یا؟ گفت نه دستگاه دادم دیگه تموم شد دیگه فلان. گفتم باش اگه اینطوریه باش. و اینم بگم همون دوستم الان مشتری من از من داره دستگاه خریده و داره خدمات میگیره. دستگاه خراب میده؟ نه اون زمان من لنز رو با حساب شخصیمون عوض کردیم براش، ولی نذاشتیم حرفمون دوتا بشه و اون اعتبارمون خدشه بهش وارد بشه. خیلی اون موقع برام پول بود، یعنی من یادمه اون موقع حوالی سال 98 رو دارم عرض میکنم، 8-9 تومن از جیبم واسه اون قضیه انجام دادم، 8-9 میلیونی که خیلی برای من 2-3 ماه فکر کنم اجاره بود. آره اون اشتراکی من ماهی 2 تومن میدادم. آره بیشتر. آره. یعنی ما 4 ماه اجارهمون رو دادیم. آره و بسیار به من فشار اومد، بسیار به ما فشار اومد و ولی نذاشتم حرفم دوتاش. خانم آزادی من مطمئنم مخالف بوده. نه واقعا نه دیگه مثلا خب اون طرف داشت متضرر میشد. باشه راستش. نه والا قرآنو بیاری اصلا. ولی این که من خیلی هرس خوردم و من خیلی بیشتر ناراحت شدم این درسته که میگفتم چرا این همچین برخوردی داشت و اینها. و مهندس معمولا شخصیت آرومتری دارن تا من مشخصه البته. واسه همین ایشون میگفتن خب تو کار دیگه همونطور بالا داره پایین داره. گفتم خب الان تو این شرایط ما یه ذره خیلی سخت بود، یه ذره که دروغ بگم ولی خب خیلی سخت، روزای سخت، ولی بالاخره انجام دادیم. یعنی حرفمون رو به هیچ عنوان نذاشتیم دوتا بشه، سر حرفمون موندیم و در آیندهش آورد داشت برای مجموعه. میفهمم. چرا وارد آموزش شدید؟ چون یه گوشه دنج بکر بود، چون شاید پولی کمتری میخواست برای راه اندازیش، علاقه به معلمی بود، همه هیچ کدوم اینا ولی من حالا این تا اینجا شما میگم بقیه‌اش مهندس بگه. مهندس هر جایی میره اول وارد آموزش را میندازه، یعنی اصلا جزو ذات ایشونه، نه که به خاطر اینکه حالا یه آموزش ارزون تر بود یا در دسترس تر بود یا بیشتر کار کرده بود، خیلی به خاطر اینا نبود، به خاطر این بود که کلا به آموزش اعتقاد داره. واسه همین اولین چیزی که اصلا بهش فکر کردیم و شاید بگم جز اولین چیزایی که ازش کسب درآمد هم کردیم آموزش بود. حالا بقیه‌اشو خودتون بگید. ما چون واقعیشو بگو. نه واقعی بود. آموزش روز علایقمه و خیلی دوستش دارم آموزش رو. حتی گفتم زمانی هم که من شهر خودمون بودیم آمول بودیم و 5 سال دانشگاه تدریس کردم، خیلی علاقه داشتم بهش. شرکتمون هم که استارت خورد واقعا تو بحث دیجیتال هنوزم که هنوزه یه باگ بزرگ حوزه دیجیتال آموزش درست. به جرئت میتونم بگم در حال حاضر بالاترین ساعت آموزشی کشور رو شرکت من داره تو حوزه دیجیتال. دارم با ادعای بالا دارم عرض میکنم و هنوزم که هنوزه جزو برکت شرکت. اون زمان یادم اولین آموزش دیجیتالی که ما رو اندازیم کنی تو اون دفتر اشتراکی بود، تو کرونا بود، با چه وضعیتی. ثبت دوره سرجیکال گاید می‌خواستیم برگزار بکنیم. در حقیقت با اون پولی که گرفتیم رفتیم یه رفیقی رو پیدا کردیم، یعنی با ثبت نامش، که 5 تا لپتاپ استوک خریدم و چک دادم بهش، پول نداشتیم عملی، یه بیانیه بهش دادم، 5 تا لپتاپ استوکی که از دبی آورده بود ازش خریدیم و نرم افزارها رو ما به هر طریقی بود کانکشنی که داشتیم، پول نرم افزارم حتی نداشتیم، نصب کردیم و اون آموزش رو برگزار کردیم. اون 5 تا لپتاپ آموزشی رو هنوزم که هنوزه با افتخار تو شرکت داریم. میگم اینا سنگ صبور ما، اینها دیدن شرکت کجا بوده
و الان چه صورتی داره جلو میره. ولی ببینید چقدر نیاز به آموزش زیاد بود که با اون شرایطی که آدم خونه پدر مادر خودش نمیره، دقیق. ولی مثلا کلاس ما پر شد، حتی بیشتر از ظرفیت ما تونستیم برگزار کنیم. یعنی مثلا گفته بودیم 15 تا فکر میکنم 10 تا بود، 10 تا 15 تا پر شد کلاس. خیلی هم راحت بود. چی رو شما از فضای دنتال که بیشتر شاید فروش فیکسچر بوده، بعد سرجیکال گاید بوده، چی رو با خودتون یهو تخصصی رو آوردید و اونجا به آریو شاید یه روحی داد؟ ببینید واقعیتش اینه که اون چیزی که تو این چند ساله من جمع کردم از نظر مالی که هیچ، نه تخصص، فقط تخصص. تخصصی که بود اعتباری بود که تو مارکت من پیدا کرده بودم و به نظر من شما تخصص هم داشته باشید ولی اعتبار تو مارکت نداشته باشید نمیتونید موفق باشید. من واقعاش باز هم میگم در راست اون داستان‌هایی که میخوندیم اون موقع یکی از داستانی بود که واقعا هنوزم که هنوزه میتونم بگم فلسفه شرکتمون با اون صورته. یادمه که داستان اینطوری بود، میگفتش که توی جنگلی یه شیری ادعا کرده بود که من تعمیرات ساعت دارم و همه میگفتن مگه میشه این شیر با این دست‌ها و پنجه‌های زمخت خودش مگه میشه ساعت ریزه بتونه تعمیر بکنه؟ گفتم امکان نداره. یه خورده گذشت دیدن بیزینس این شیره گرفت، خیلی اصلا تو جنگل‌های اطرافم خیلی سر و صدا کرد. بعد یه بار از یه جنگلی اومده بودن که آقا چیه داستان، مگه میشه یه شیر با این دست‌هاش و فلان بتونه ساعت تعمیر بکنه و اینقدر موفق باشه؟ رفتن و دیدن که پشت پرده ویترین شیر چند تا سنجاب هستن و سنجاب‌های توانمندی که با توانمندی خودشون دارن ساعت‌ها رو تعمیر میکنن به طرز حرفه‌ای. نتیجه گیری این داستان این بود، گفت قرار نیست شما مشرف به همه مباحث فنی باشی، حتی در حقیقت شرایط فنیش هم داشته باشید. شما مهم اینه که شما اون چهره کاریزماتیکتون رو داشته باشید، اباحتتون رو داشته باشید، از ویترینتون استفاده کنید برای حالا پرزنت و موارد از این دست و یک سری از افراد متخصص رو در جایگاه درست قرار بدید و از اونها استفاده بهینه بکنید، یک بیزینس رو اینجوری شکل بدید. هنوزم که هنوزه تو مباحث مثلا دیتیل نرم افزاری من اصلا وارد نشدم، نه اینکه نتونم و نخوام و نشه، کاملا خودتون میدونید، کاملا شاهدش هستش. میگه تقسیم کار دیگه. آره من مدیرم، من الزاما نصب کنم، نباید آموزش بدم، نباید پول بگیرم. خیلی ها اعتقاد به این قضیه دارن که شما باید 0 تا 100 یک مثلا آیتم رو نرم افزار رو بدونید که راجع بهش صحبت کنید. اینا هر تاش یه نفرن. اون کسی که 20% به بحث فنی اشراف داره و 80% به بحث پرزنت و گفتمان اشراف داره موفق تر از کسی هست که 80% به بحث فنی اشراف داره و 20% میتونه صحبت کنه، بیان بکنه. من اون 20% فنیمو دارم. یعنی در واقع هنر مدیریت، هنر مذاکره، هنر که نه، در واقع علم بیزینس شما میگید 80% قضیه است و 20%ش بعد فنیه به طور واقعی. برای من بله. برای من خیلی موافقم، ولی معمولا تو این صنف چه دندانپزشک، چه دندانساز، چه تعمیر کننده، چه مدرسا کاملا برعکسشون معتقدن، یعنی که من اگر فنیم خوب باشه همه میان دستم باش میکنم و پیشم خدمات. من باهاش موافق نیستم واقعیت، و من کنار حالا جاهایی که نمیتونم عملا بحث فنی رو جلو ببرم، تیم من هست، بچهای من هست. رو واقعا پخش میکنید خدا وکیلی. بهتر شدن. بهتر شدن. شما بگید واقعیت شما بگید. آره بهتر شد. کلا یه ذره ایدئالگرا هستن، یعنی از فنجون چی باشه با تایید ایشون برن وای میکرو منیج میکنه. خیلی بوده، یعنی داره خیلی سعی کرده. آقا ایدی داره یعنی گذشته. نه هنوزم یه ذره ایدیش تا یه ساعت پیش بود، از اینجا دیروز دیگه تلاش کرد دیگه، سعی کرد. ولی همون استگانه که می‌خواست پرت کنه بیرون. آره ببینید کلا خیلی نظراتشون رو دوستان همونطوری که توی ذهنشون چیدن، مثلا این دیوار میخوایم که مثلا روش یه دکوری بزنیم، نیم سانت بالا نیم سانت پایین رو دوست دارن که دست خودشون باشه.
اون زمان که شرکت راه افتاد، حالا اسم رسمی شرکت رو من میگم راه افتاد، تو شرکت کسی نبود، من بودم و خانم آزادیان. با فرزانه جان ما تو شرکت رو میچرخوندیم، 2 نفری بودیم. ولی بالاخره تقسیم کاری هست، یه تقسیم کاری انجام میده، این مال من این مال تو. آره اینجوری بود و این هی جلوتر اومد، هی نیرو اضافه شد و خب خدا رو شکر بچه‌های توامنی مجموعه اضافه شدن که کم کم خود من هم یعنی اصل دوست دارم این اتفاق رو سریعتر رقم بزنم، دوست دارم به کارهای فکری کلام برسم. راضیم از این تیم سازی که داره اتفاق میفته و هر چقدر جلوتر میره تفیض اختیارا کاملا داره درست به نظرم انجام میشه. هنوز یه فورده سخته با فشار فرزانه خانم به اصطلاح دیگه. یعنی چند وقت پیش حتی فنجون قرار بود خریداری بشه، میفرستادن برام، گفتم نه، بعدی نه، بعدی نه، بعد میگفتم اصلا برای مهندس نفرستین. آره بچه‌ها گفتم خودتون ندارم اینو. هرچی گفتم درش یه فنجون مثلا چقدر اهمیت داره که مثلا اینجاش آبی باشه اینجاش طلایی باشه، حالا دیگه هست خیلی از نظر شما هم نه فقط خواستم با شما مخالفت جایی من به علی حق میدم. واقعیتش اینه خیلی عمیق بخوای نگاه کنی توی بی تو سی ها، بیزینس تو کاستمر، نسبت به بی تو بی ها، بیزینس تو بیزینس ها، تفویض خیلی سخت تره. شما 1000 تا مشتری نداری بگی اینا نشد 1000 تا دیگه. اینجا مثلا ممکنه 20 تا مشتری داشته باشی و یه نفر توی یه روز با 5 تا از اینا بعد صحبت کنه، بیزینس میپاشه. واقعا میپاشه. و تو حوزه این که حوزه خیلی بزرگی نیست و همدیگه رو میشناسن. تو هر جای ایران باشیم ما همدیگه رو میشناسیم که کیا دارن دیجیتال کار میکنن. یعنی اگر دست از پا خطا کنیم قشنگ پر میشه در مورد آری و در مورد حالا اون برند شرکت که مهندس بسیار روش حساس. یعنی بخشی از این تنش ها و چالش ها واقعیه، نمیتونیم خیلی ایگنورشون کنیم. چطور مارکتینگ میکنید؟ چطور مشتریاتون رو پیدا میکنید؟ البته من فکر میکنم آموزشی که میدید یه برکه پربرکته که اونجا اون آموزش هایی که ما داریم الان میدیم، بله یه برکه به قول شما پربرکته که وقتی باعث میشه دوستان وارد مجموعه میشن، از نحوه برخورد پرسنل آموزش من، نوع ثبت نامش، وقتی وارد میشن، نوع پذیرایی کردن از اونها، استقبال از اونها، حتی امکان نداره سر کلاسی تو بریک تایمی باشه و من نرم با تک تکشون احوال پرسی نکنم و تو تک تکشون یه چند دقیقه‌ای صحبت نکنم. مثلا امکان نداره. یعنی تو اوج کار هم باشم این اتفاق باید بیفته. خیلی‌هاشون هم فکر نکنید که همه مثلا از این یا دندون پزشکا یا دندان سازان تاپ لول هستن. خیلی‌ها جوونای مثلا فارغ التحصیل یا اصلا دانشجو هستن. آینده های دنتال. آینده ها هستن. مثلا اونطوری نیست که به خاطر پوزیشن شغلشون فکر کنید که میاین برای اینقدر براشون. چقدر مشتریاتون رو انتخاب میکنید یا مشتریانتون شما رو انتخاب میکنن؟ گزینه 2 درست تره. موافقم. گزینه 2 بیشتر ما انتخاب میشیم تا انتخاب بکنیم. البته آره توضیح میدم. ما واقعیتش اینه که تا شروع کار آری و سلامت عملاً با بازرگانی داخلی بود شرکتی که استارت زدیم. یعنی چی؟ اومدیم از نمایندگی های داخلی استفاده کردیم چون خودمون نمی‌تونیم وارد بکنیم، پولش هم نداشتیم و اومدیم نماینده مثلا یه مجموعه رو که داشت تولید میکرد پرینتر رو ما به عهده گرفتیم که چند سال نمایندگیشون ما داشتیم. عرضم به حضور شما شرکت تبریزی. بله بچهای تبریز، آقای نظامی، آقای لیلابادی عزیز، دوستان بسیار خوبه. بله شرکت مبتکرن، برادرای بسیار خوبی من هستن و نمایندگیشون رو چند سال توی تهران داشتیم و بعد از اون چند تا شرکت وارد کننده بودن، نمایندگی های مشکل فروش داشتن که ما باشون قرارداد بستیم و محصولشون رو حالا معرفی کردیم از اعتبار اون حالا تخصصی که داشتیم. بعد از اون ما اومدیم از تقریبا یه چند سال گذشته یه کم کم خودمون مستقیم وارد کننده شدیم. یه لحظه استاپ کنیم. حالا که صحبت دوستان تبریزی هم شد، چون من خودم تجربه خرید از شما داشتم بلافاصله بعد از آموزش، تصورتون اینه که اون محصول چون خوبه میفروخت، چون آریا سلامت معتبر بود میفروخت، یا علی حیدری میفروخت؟ من خودم میتونم جواب خودم رو بدم. من میخواستم همین رو بگم. شما به عنوان یوزر بهتر میتونید جواب بدید. شما کسی که بالاخره اون محصول رو استفاده کرد. علی حیدری.
موافقه. آره من آریا رو نه اینکه خدایی نکرده مبتکران دستگاه‌های اونا هم دستگاه بسیار خوبی بود، اصلا بنز، ولی قبل اینکه اصلا استفاده ببین من نمیدونستم که اصلا چه شرکتی خوبه چی بده. خب من از شخص خریدم، یعنی نه از شرکت نه از اون تولید کننده. همه اینها خوبن، همشون ارزشمندن، ولی دید خودتون چیه؟ کی یا چی میفروشه؟ از آریا خرید کرد یا از علی حیدری؟ از علی حیدری. خیلی برای من مبرهنه. شما متفاوت فکر میکنید؟ تیمیه ولی هنوز هم ببین خیلی اینجوریه. خیلی فروشمون به خاطر مثلا اسم مهندس قوامی یا مهندس حیدری، حالا تا حدود زیادی این دو نفر. ولی الان مثلا شاید بگم 1 ساله که آریو هم فروش داره. نمیتونم بگم آریو فروشش صفره، همش مهندس نام مهندس حیدری یا مهندس قوامی ها، نه. الان میتونم بگم مثلا 30% 40% آریو هم داره میفروشه. توی بی تو بی ها یه نکته مدیریتی بخوام بگم، یه سری قوانین یا نقض میشن یا کمرنگ میشن، کسی هم کاری به کارشون نداره. بله. یعنی که مدیر عامل کار سیارمی انجام بده، با مشتری ارتباط بگیره، آزاده. اینکه مدیر عامل بفروشه آزاده. یعنی ممکنه شما بگید خانم آزادنیا هست، برید با ایشون صحبت کنید، ایشون مسئولش، از ایشون بخرید. یک زمین میگه نه علی جان من با خودت حال میکنم، من میخوام از خودت بخرم. و شما بهش میگی ببین پرینتر خیلی خوبه، میگه دمت گرم یکی بفرست. خانم آزادنیا 3 ساعت بعد توضیح بده، ببین این 5 دقیقه پرینت میکنه، اینطوری اونطوری. تاش میگه باشه بذار پیگیری میکنم. یعنی انگار یه آرامشی لازم داره مشتری که توی بی تو سی ها نیست. بله. در مورد درآمد و سود اگر میشه خود توضیح بدید. فکر میکنم همیشه هی به پیشواز آینده رفتی، خب طبیعتا سوده به 0 میرسه و هی به امید آینده است. تا کی قرار به امید آینده باشه؟ نه پشت بندشه. یعنی شما از کاشته های سالهای قبل ما داریم استفاده میکنیم قضیه و سوای اون قضیه سبد شرکت که فقط آموزش نیست، محصولات دیگه رو هم ما تو دل کار داریم. واقعیش که تو بحث دیجیتال شرکت حالا مجموعه ما تو این چند ساله از تک فروشی به پک فروشی رسیده. یعنی قبلها ما میمدیم روی یه دستگاه هی مذاکره میکردیم فلان، ولی الان اکثر مذاکراتی که ما داریم میکنیم روی یه دستگاه نیست، پک داریم صحبت میکنیم، توتال سولوشن دیجیتال داریم صحبت میکنیم. و واسه همین قضیه خب نیاز به جلسات مختلف داره، نیاز به آگاهی مخاطب نسبت به برندی که انتخاب میکنه، شرکتی که انتخاب میکنه، خدماتی که اون شرکت داره. در اصل اول داره خودش رو پرزنت میکنه، چون هممون میدونیم هیچ ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه، همه میگن ما خوبیم، ولی خب تو دل کار اون موارد خودش رو نشون میده. واسه همین قضیه ما توی همین بحث آموزشی که شما میفرمایید که حالا شاید از نظر درآمدی نشه اون لحظه بهش نگاه کرد، هزینه‌های دیگه داره، یعنی درآمدهای دیگه داره ساپورتش میکنه. بذار من نپذیرم. من یه شاخصو میگم، شما یا بپذیر یا نپذیر. آیا مزیت رقابتی قیمت براتون مهم هست یا نه؟ یعنی اگر سر یه میلینگی مثلا ببینید میشه 100% سود کرد یا 50%، میایید تو اون کافه یا میگه حد اکثر سود ممکن رو کنم؟ اصلا اینو نمیگه. آها. هیچ وقت دنبال اون حد اکثر سود نیست. آفرین. دنبال اون رابطه خوبه. ببین با آدم معامله میکنن، یعنی اون آدم رو برای همیشه باهاش رفیق میشن، باهاش ارتباط طولانی مدت پیدا میکنن. یعنی این براشون همیشه ارزشمند. این شعار نمیدونم جدی اینجوریه، شما فکر کنم سر خودتون هم همینطوری بود. خیلی ارزشمندتر هست تا اینکه اون لحظه مثلا ما 100 میلیون سود بیشتری بگیریم. اوکی، من اصلا نمیگم مزیت رقابتی قیمت خوب است یا بد است، میگم همیشه جزء مزایای رقابتی شما بوده که قیمت اون مناسبه. یعنی شما مثلا یه میلینگی رو آوردید، هزینه تمام شدهش از یه میلینگ دیگه هم بالاتر بوده، ولی از اون اومدید ارزان‌تر فروختینش. یعنی براتون مهم بوده که قیمت مناسب بشه. در نهایت واقعیت اینه که من همیشه گفتم ما ارزون کار نمیکنیم برای شرکت.
خیلی‌ها تو بحث رقابتی بحث قیمت رو مطرح میکنن. بله درسته، من همه اینها رو قبول دارم، ولی این نمیشه که من قیمت رو به هر طریقی هست بیارم پایین. حداقل معقول. بله. اوکی، ولی بالاخره قیمت رو بالاتر ببرید. بله میتونم بالاتر ببرم نسبت به خدمات، نسبت به خودتون میدونید نگه داشتن یه تیم حرفه‌ای فنی و برای پشتیبانی و حالا مباحث مختلف چقدر هزینه بره برای یک مجموعه. بله ما میتونیم بالاتر ببریم، برای این کارو نمی‌کنیم. واقعیت یه سود معقولی رو نسبت به تلاشی که مجموعه داره میکنه، بازرگانی که داره میکنه، آموزش و خدماتی که داره میده، بله منطقاً باید پشتش باشه. ولی در کل بخوام حساب بکنیم ما تلاشمون این بود که اون حس خوبه همیشه باشه. و یه تبصره بزنم یه خورده بهتون حق بدم، ما در مورد بیزینس صحبت نمی‌کنیم چون شاید دوستان ندونن، اما در مورد چندین بیزینسی که پشت سر هم شکل گرفته تو بله. زمینه شما صحبت می‌کنیم. همیشه در ابتدایی که میخواد یه برندی تثبیت بشه ابتدا نمیتونه سود بالایی دریافت کنه و اونجا مارکت شیر، گرفتن سهم بازاری که افراد زیادی منو بشناسن و ازم بخرن اولویت داره. ولی جایی برای من عجیبه که مثل آموزش شما سالها توشید، تثبیت شدید، شما الان بگید 5 میلیون یا 5 میلیون به نظر من ازتون میخرم. ولی همچنان میگی ببین کفش چقدره، مثلا میگه 3 تومن پام در اومده، نفری خوب کنیمش مثلا 3500. خب خودشه. آره یه دلسوزی خیلی عجیب غریبی که واقعا نداره. که اصلا آموزش به عنوان بیزینس نگاه نکنیم، به عنوان علایق شخصی نگاه بکنیم. میفهمم. دوست دارم آموزش رو، دوست دارم و تو حوزه کاری ما هم تو بحث دیجیتال ته نداره واقعا. درست. و واسه همین قضیه این باعث میشه که خودمون رو هم بالا بیاریم. اون زمان دوران جوانیمون شمال که بودیم خب ورزش من زیاد میکردم. عزیزم شما الانم جوون. و یکی از ورزش‌هایی که میگم ورزش رزمی بود. استادمون یه حرف قشنگی زد که به نظر من حرف مدیریتی درستی زد. میگفت که من هیچ وقت فن آخر رو پیش خودم نگه نمیدارم. به این دلیل که اگر من فقط فکر کنم که تمام این فن آخر منو کسی بخواد از من یاد بگیره، تمام ذهنم انرژی میره برای نگه داشتن و سیو کردن این فن، برای آپگرید کردن خودم، بالا آوردن خودم، فن جدید یاد گرفتن خودم دیگه زمان نمیذارم. آن چیزی که بلد هستم و به شما میگم، اگر میخوام همچنان استاد بمونم باید فنهای جدید یاد بگیرم. جمله درست بسیار مدیریتیه این جمله. واسه همین قضیه تو بحث آموزش ما واقعاش، حالا دوستانی که با ما در ارتباط هستن میدونن هیچ فن آخری وجود نداره. واقعا اگر چیزی بلد باشیم واقعا میگیم و این باعث میشه که من عیار شرکت رو، چون یکی از آیتم‌های مزیت‌های که به قدرت دارم بهش اذعان میکنن بحث علمی شرکت و میگم همیشه باید ما تاپ ترین باشیم. یعنی همیشه سوالاتی که توی مارکت کسی نمیتونه جواب بده اینجا با جواب بده. واسه همین قضیه آموزش یکی از معیارهای اصلی منه، یکی از آیتم‌های اصلی که باش من میتونم عیار مجموعه رو بسنجم. خب من تک تک کلاس‌های آموزشی بعد از اون تک تکش واسه من فیدبک کلاس میاد و رو تک تک آیتما من حساسم. یعنی اگر یکی از آیتما یه خورده حس بکنم که بالا کم زدن، امکان نداره من برای جلسه بعد اون مشکلش رو حل نکنم. یعنی اگر مشکل مدرس باشه، مشکل حالا فضای کار باشه و آیتم از این دست. واسه همین قضیه است که تو مباحث آموزشی ما یه خورده حساسیت رو داریم و اونو به عنوان بیزینس نگاه نمی‌کنم، به عنوان یک آنالیزور دارم نگاه میکنم که شرکت رو هی داره آپگرید میکنه. یه خود عمیق‌تر شیم در مورد دیجیتال ورکفلو با هم صحبت کنیم. بله. چیه محور فعالیتش، چیه اصلا دیجیتال ورکفلو اومده که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، قراره به درد کیا بخوره؟ واقعا کلمه‌ای که خیلی تو این چند سال به نظرم ترند شده و خیلی دارن تکرار میکنند، دیجیتال ورکفلو. بس شما تو هر آیتم، من همیشه توی برخی از صحبت‌ها میگم شما حتی با هزینه صفر هم میتونید دیجیتالی بشید. یعنی اینکه مثلا میگم شما میخواید یک دندان پزشک هستید، میخواید سرجیکال گاید بذارید، میگه آقا من دیجیتالی میخوام کار بکنم. میگم جراحی ایمپلنتتون میخوام دیجیتالی بذارم. هزینه نمیخواین بکنین بابت اسکنرتون، بابت پرینترتون، بابت حالا تکنسینتون و
کاری نداره. شما یه قالب میگیرید، یا الان که اسکنر میتونن رنت بکنن، یه قالب میگیرید میفرستید اونجا واسهتون اسکن میکنن، کارشو انجام میدن، میفرستن. با کیت جراحی دیجیتال هم میتونید رنت بکنید بیارید، بدون اینکه هزینه دیجیتالی بدید. عملا تو مجموعتون دارین دیجیتال کار میکنید به خواستن این دیجیتال ورک فلو. ولی چیه میشه اولش ممکنه بعد از دوستان اون حداقل اطلاعات اولیه رو نداشته باشن، میشه اول بگید چیه؟ مسیر دیجیتالی شدن و مسیر این که شما بخواین حالت سنتی رو تبدیل به حالت دیجیتالی بکنین، این پروسه و کلی عرض بکنم خدمت شما. حالا به تفکیک بگم، دیجیتال ورک فلو شامل 3 قسمته: کی، کد، کم. تو بحث این تقسیم بندی ها، هر مجموعه ای با توجه به توانمندی خودش و نیاز خودش و پلن خودش وارد یکی از این حوزه ها میشه. یا میخواد 3 تا رو داشته باشه که سیکل کاملش میشه، یا میخواد یکی از اینها رو داشته باشه. اگر تو بحث کی بخواد وارد بشه، بحث اسکنرها میاد وسط. یعنی اسکنرهای داخل دهانی، اسکنرهای لابراتواری، فیس اسکن ها، اینا مباحث کی هستن. و حالا موارد که بیشتر دندان پزشکا تو این حوزه پررنگ‌تر هستن. تو مباحث کد اگر بخوایم وارد بشیم، بحث نرم افزارها، سافت‌ورهای، دیزاین‌ها، آموزش‌های طراحی هستش. و تو بحث کم بخوایم وارد بشیم، مباحث دیگه دیوایس‌های مختلفه. یعنی پرینترها، میلینگ‌ها، حالا تقسیم بندی‌های مختلفشون، چرچ ساید، ویت، درایو و مسیر و فرآیند رو کامل عوض می‌کنه این مسیر. یعنی شما الان اگر تا چند سال پیش میگفتن که من یه روکش رو به شما در عرض 1 ساعته به شما روکش دائم تحویل میدن، طرف میگه توهم زده، داره شعار میده، شعاف میکنه. ولی چرچ ساید سولوشن خیلی راحت شما میتونید یک روکش دندان رو، روکش دائم رو در عرض 1 ساعت به بیمارتون تحویل بدید. منظورتون دیگه چون میلینگ و سینتر که خب نه بحث نه گلاس سرامیکا. گلاس سرامیکا هم یه سینتر میخواد، یه سینتر یه شما در عرض 1 ساعت نه میشه. من دارم سر کلاس اجرا میکنیم. قبول میشه. تایم میذاریم آقا، تایم میذاریم، من به شما کار 1 ساعت تحویل میدم. حل 4 ساعت سولوشن. شما بحث همین گلاس سرامیکا بخواید، یا حتی پرینترهایی که روکش دائم پرینت میکنن، این که هست الان انجام میکنم. شما گلاس سرامیکا اگر بخواید، تراش یه گلاس سرامیک چقدر طول میکشه؟ من خیلی دقیق میتونم به شما بگم. طراحیش طراحی خوب برام یه وادی یه رو وقت این پلنتو نمیگم نه، یه روکش دندانی، یه اینله یا آنله یا که آره یه رو بی وقت میگیره. میلینگش حدودا 1/2 ساعت طول میکشه، به طور متوسط دستگاه مختلف بوده 1/2 ساعت. کریستالایزش نه کریستالایزش حدوداً 20 دقیقه 1/2 ساعت اینا یه رو 20 دقیقه میتونه. بله. و استنوگلیزش هم و کولینگش هم حدود 20 دقیقه 25 دقیقه، یعنی یه 2 ساعت تقریبا دیگه خیلی خیلی فشرده بخواید انجام بدید. شدنی هست؟ خیلی سخت، خیلی پر ریسک و برای هر درمانی هم نمیشه. برای روکش خب بله دندانی. من میخوام بگم روکش دندانی داریم صحبت می‌کنیم. آره هر روکش دندانی هم نمیشه. آره تفکیکی که شما پایینه. ببینید تفکیکی که شما میتونید انجام بدید، این که شما مثلا در وان دی ایمپلنت میخواین کار بکنید، از قبل میخواین ایمپلنت بذارید، از قبل هم طراحیش انجام شد، روکشش آماده است، شما میتونید بذارید. خب من میخوام بگم این پروسه، بحث چرچ ساید، بحث تایمینگ که من بازم دارم میگم، شما مثلا میگید این مباحث اینقدر طول میکشه، با متریالای جدیدی که داره میاد واقعا میشه تاش کرد. حالا وارد چرچ ساید میشم به زودی، ولی اساسا فکر میکنم یه کاری که شاید به زور 2 هفته آماده میشد الان توی 48 ساعت راحت میشه آماده کرد. بستگی به کارش داره، ولی به یه روزش هم یه واحده بله به کارش اواتمنت و بله. روکش قبلا به خصوص کسایی که در شهرستان بودن، چون من در شهرستان بودم، 2 روز 3 روز 4 روز طول می‌کشید که فقط اون اواتمنت بیاد پربش کن، اون زاویه که دوست داری و بد نمیده، خیلی جاها فضاش خیلی خوب نیست، یا اگر فول موسه که مصیبتاش بیشتر بود. بله. بعدش تازه ریختگی کن یا حالا پرینت چیز کن، میلینگ کن. فقط همون دیگه که اون استاک اواتمنت قرار بود برسه، گاهی اوقات ممکن بود تا چند ماه طول بکشه. شرکت گفت ندارم، صبر کن. و اینجا تقریبا دیگه همه چیز رو میشه خیلی سریع و تحت کنترل پیش. خیلی میشه مثلا دارم میاد بس همون اواتمنتایی که شما فرمودی. خب اواتمنتایی حالا تای بیس یا تی بیسی که توی بحث دیجیتال خیلی مطرح هست، الان خیلی کم رنگ داره استفاده میشه، در صورتی که به نظرم خیلی راحت میتونه من لود فوریه.
دقیقاً. خیلی راحت میتونه برخی از آیتم ها رو تو برخی از موارد تسریع بکنه کار. من منظورم اینجاست مخاطب تو بحث همین دیجیتال ورک فلو فقط دیوایس نیست، فقط فروش نیست، فقط نرم افزار نیست، شناخت متریال چه گزینه هایی داره، برای چه تایمی، برای چه کیسی، چه مخاطبی، اینها مواردی هستش که قطعا نیاز به تجربه دیجیتالی داره. میفهمم. بذارید به این سوال جواب بدیم، شاید این جواب خوبی باشه، سوال خوبی باشه. منافعش به کیا میرسه؟ به پزشک، به لابراتوار، به بیمار، به تامین کننده؟ این رو اگه شفاف جواب بدین فکر کنم خیلی کمک میکنه. قطعا همین وسط منفعت دارن. وسط این منفعتی که داره، هم شما تامین کننده‌ای که من هستم دارم تامین میکنم منفعت میبرم. قطعا این بازاری تعریف کردیم و تو این بازار داریم تلاش میکنیم که بیزینس بکنیم و قطعا دنبال منفعت هستیم. تهش دارم منفعت میبرم. پزشک یا دندانساز هم داره منفعت میبره. چرا؟ مثلا دارم میگم شما یه کاری که همون چیزی که تایمی که صحبت کردیم قراره به صورت روتین 2 هفته منتظر کار باشی و به قول شما اگر بخوایم حالت زیرکن استفاده بکنیم 48 ساعته یا به قول 47 ساعته اگر دستشون برسه، کی بعدش میاد؟ با یه کیفیتی که از نظر زیبایی خیلی جذاب‌تر شده، دقت کار خیلی جذاب‌تر شده و هزینه‌ام آنچنان توفیری نمی‌کنه به سبک و سیاق. و چرا منفعت نبره؟ پزشک قطعا یوزرهاش زیاد میشن، بیمارهاش زیاد میشن. متوجه ارزم هستید؟ یا خودت دندانساز، کاری که مثلا دارم عرض میکنم نیاز به تکنیسیان محور بوده، خیلی دیگه نیازه حالا به کار وکس و مواردی از این دست، الان داره تکنولوژی واسش انجام میده. رفاه میاره به معنای واقعی و آرامش داره. شما با دیجیتال در ارتباط، دیجیتال 0 و 1 دیگه، بین و بین دیگه نداره، یا 0 یا کار میکنه یا کار نمیکنه. وقتی داری کار میکنی دیگه منابع انسانی، خب درسته کار دست همیشه ارزنده است، ارزش داره، من رو اون قضیه حرفی ندارم، ولی تکرار پذیریش بسیار پایینه. اصلا واقع بینانه همه چیز رو دیجیتال بهتر نمیکنه. واقع بین باشیم. هواپیمایی که شما سوارش میشید با صندلی‌های افتضاح فعلیمون نسبت به یه اتوبوس وی آی پی که صندلی خیلی خوبی دارن، مزیتش اینه که همین که شما رو 1 ساعته میرسونه به جای 12-13 ساعت شما میگید این خیلی عالی بود. ولی اگه بیام خیلی ریز بگیم صندلی کدوم بهتر بود؟ صندلی اتوبوس خیلی بهتره. پس حاضری دفعه بعد با اتوبوس بریم؟ میگه نه، پرواز اولویت است. یعنی همه چیز رو نظام بهتره، ولی پکیج فکر میکنم خیلی رفاه میده. بله این دیجیتال خب اگه دیجیتال نباشه و سنتی باشه خیلی به انسان محوره. مثلا آدمی که یه روز حالش خوب نباشه خروجی کارش خراب میشه، ولی دستگاه که این چیزا رو متوجه نمیشه، مدام خوب کار میکنه تا جایی که خراب بشه. دیگه خراب بشم که میبینید خرابه، تعمیرش میکنه، دوره درست کار میکنه. این خیلی میتونه به کیفیت کار و سرعت کار و دقت کار و همه چیزش خیلی بهتر و دقیق تر. دانشگاه به عنوان یک نهادی که به نظر من مقدسه، خیلی مورد احترامه، چون الزاما بیزینسی نیست دیگه، علمی هم هست و این علم است که بعدا تبدیل به پول میشه برای ما. به عنوان این نهادی که ما انتظار داریم ازش پیشرو باشه، جلو باشه، اون به ما یاد بده، توی دیجیتال ورک فلو الان جایگاهش چیه؟ یعنی خیلی شفاف بخوام بپرسم، آیا دیجیتالی شدن ما از مسیر دانشگاه گذشته یا از مسیر کورس های آموزشی که توی آریا و جاهای دیگه داره برگزار میشه؟ خوش آمدید. نبودم. واقعیتش اینه که تو بحث تکنولوژی دانشگاه عقبه. بله. خیلی کمه. الان خب خیلی داستانش فرق میکنه. من بحث تکنولوژی رو دارم عرض میکنم، بحث درمانی و حالا چیزایی که تو بحث دانشگاه هست با اون کاری من ندارم، ولی تکنولوژی به شما امکان این رو میده که درمانهای جذابتری هم عملا داشته باشید دیگه. و خب یه جایی هم مقصر نیستن، چون بحث بوروکراسی داخلیه که عملا با اون سرعت دانشگاه‌ها که حالا نمیخوام نامش رو ببرم، رفتیم و خودمون گفتیم که حالا بدون دریافت هزینه، چون دانشگاه هستن
حاضر هستیم که این علم جدید رو بهشون منتقل کنیم، چون صنعت همونطور که میدونید خیلی جلوتر از دانشگاه هست توی دیجیتالی شدن و اینها. گفتن که خیلی طول میکشه، باید وارد این از قدیم بوده، این پروتکل ها خیلی از قدیم بوده، همین ها باید تدریس بشه، هیچ تغییری توش ما نمیشه. متون مقدس نباید تغییر کنه. آره ببین من گفتم خورده به بحث دانشگاه من نمیگیرم، اون یه سبکی دارن کار میکنن، ولی خروجی های دانشگاهی که داره انجام میشه خروجی هستن که این که من میگم هم راجع به بخشای دندان پزشکی دارم صحبت میکنم، دیجیتال دارم، من گفتم فقط صحبتم رو دیجیتاله. خروجی هایی که از دانشگاه میاد بیرون هم تو بحث دندان سازی و هم دندان پزشکی خروجی هستن که باز هم به شرکت ها برای آموزش دیدن دیجیتال وابستن و یک پک کامل نیستن که بخوان تو حوزه دیجیتال وارد بشن و بگن که آقا من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، مثل خیلی از ماها که رشته‌ای رو خوندیم و فقط خوندیم، عملا توی مارکت که اومدیم دیدیم که نه، مارکت یه چیزی دیگه ای داره میگه، فقط یه چیزی، یه تئوری خونده بودیم، نمیدونم فلان خونده بودیم، آقا این کتابی که ترجمه شده است مال یه فرهنگ دیگه است، مال یک چه عرض بکنم ادبیات دیگه است، شرایط دیگه است. بابا اینجا ایران، فرهنگ خودمون رو داریم، نمیدونم احترام خودمون رو داریم، تخصص خودمون داریم و پس وقتی که خیلی از فارغ التحصیلا این قضیه گفتم توی بحث دیجیتال، تو بحث دندان پزشکی دندان سازی هم هست که وارد مارکت میشن، میگن چقدر عقبیم. یعنی فکر می‌کنید مقاومتی هست بعد درباره دیجیتال قبل‌ها بوده. من یادم هست اون زمانی که ما وارد دیجیتال شدیم تو شرکت مگاژن، خب بحث سرجیکال گاید بود دیگه، رونمایی کرده بودیم. من یکی از دوستای خیلی خوبم، اسمشون نمیبرم البته، اون زمان به هم میگفتش که علی ول کن، دیجیتالی شدن یک شعاره، یک تبلیغاته، این فقط یه ویترینه، من شوه آره یه شوه و آره و من چرا باید بیماری که الان من میتونم ایمپلنتشو بذارم بیام قالب بگیرم بفرستم برای شما اسکن بکنید فلان، طراحی بکنید، بعد پرینت بکنید فلان، یه هفته معطل کنید، بعد بیمار بیاد که شما ایمپلنت مثلا با گاید من بذارم، چرا باید این کارو بکنم؟ مثلا دستمون خودش گایده. آره دستمون خودش گایده، جمله معروفی که خیلی‌ها بهم میگفتن. با احترام به همه توانمندی اونها، اون دوست عزیزمون به 2 سال نرسید اسکنر تهیه کرد، نرم افزار تهیه کرد برای اینکه تو طرف بوده نمیتونست تهیه نکنه به خدا. و بعد از یه مدتی حالا ادامهش داده، یعنی هی داره گسترش میده، ما هر چی آوردیمش همه رو فروختیم و به من الان به من خود جمله خودش میگفتش که من وقتی اسکنرش چند وقتی مشکل پیش اومده بود براش، گفت اسکنر که نبود حس کردم واقعا نمیچرخه. همه کسایی که عادت کردن به اسکنر اینه، یعنی همشون میگن اصلا اسکنر نباشه دیگه نمیتونن قالب بگیرن، نمیتونن دیگه قالب بگیرن. خب چه ایرادی داره؟ یه مثالی من براتون بزنم، مثال که چه عرض میکنم، یه خاطر است. من پدرم تو کار برنجه، همجام تبلیغ بکنم دوستان برنج خوب خواستید بگید و من خوردم خیلی تبلیغاتی نباشه. آره و از اون حاجی بازاری قدیم تو کار برنج 50 سال تو کار برنج داره کار میکنه، عاشق چرتکه است، یعنی انواع و اقسام چرتکه های مختلف و اصلا عالی میزنه، اصلا درجه تا 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 آماده است. یعنی سرعت ماشین حسابی من نسبت به ایشون چند برابر سرعت ماشین حسابی من. شما خیلی کندی. زیاد نمیتونم بگم کندم، ولی آره اینم میشه گفت، ولی زیاد نمیتونم بگم. سرعت ایشون زیاد بره ماخه برای خودش. بعد عرضم به حضورتون که ما چند وقت پیششون بودیم، مثلا اون موقع من یادم ما شمالی که بودم، هر کاری کردم که به بابا بگم بابا این ماشین حساب بردار، یه ماشین حساب یاد بگیر فلانه، گفت نه فقط چرتکه. بعد ایشون هم اومد گفت پسرم یه چرتکه یاد بگیر، گفتم نه بابا چرتکه میخوام چی کار بکنم. گذشت ایشون حتی یه ماشین حساب تو مجموعه‌اش نداشت. تا اینکه من چند سال پیش رفته بودم پیشش، دیدم یه ماشین حساب گذاشته جلوی دقیقاً میزش و اولش فکر کردم که مال کسیه، جا مونده اونجا. بعد گفتم که حاجی این ماشین حسابه چیه، کی اینجا جا گذاشته؟ بعد اخ کرد بهم بشین اینجا. گفتم چشم. نشستیم، گفت ببین من همون چرتکه. گفتم خب،
گفت ولی الان مشتری میاد، من واسه چرت که میندازم به اصطلاح، اون متوجه نمیشه من چجوری حساب کردم و همش فکرش درگیر داره، فکر میکنه شاید نکنه من اشتباه حساب کردم. من یه ماشین حساب میذارم جلوش، میگم عزیزم شما هم حساب کن منم حساب میکنم، عدد که یکیه. حرفش این بود، میگفتش که من به خاطر اینکه جوانای امروز چرت که بلد نیستن مجبورم ماشین حساب بذارم. یعنی اجباری که مارکت به پدر من با این همه در حقیقت اعتقادی که به چرت که داشت مجبور شد، شاید خودش کار نکنه، مجبور شد یه ماشین حساب تو مجموعش اضافه بکنه. حالا در حد خیلی دیگه ابتدایی. من میتونم یه سوال بعدیمو بپرسم، یعنی دیجیتال ورک فلو فکر میکنید واقعا دیگه یه انتخابه یا تقریبا دیگه اجباره؟ از نظر من که اجباره. یعنی وقتی شما لابراتوارها رو میبینی که همشون دیگه اسکنر دارن، دیگه پرینتر دارن، میلینگ دارن، اگر بخوای که نداشته باشی و جدا از اونها باشی انگار داری خلاف جهت آبشنا میکنی. از نظر من تقریبا اجباره. تقریبا اجباره. سال بعدی من خودت پرسم و حتی جواب میکشتم. بیشترین ترمز دستی، بیشترین ممانعت، بیشترین بیمیلی توی دندان پزشکاست یا دندانسازها؟ ببینید اول که شروع به کار کردیم، الان اگه میخوایم بدونید دندون پزشکا خیلی ترغیب شدن. یعنی انگار دندون سازها جلوتر بودن. اگر جواب سوالتون رو میخواین، از نظر من دندون سازها انگار زودتر شروع کردن به این کار، با مثلا گرفتن اسکنر لابراتواری کم کم سعی کردن که دیجیتال بشن، بعد با آوردن میلینگ ماشین ها و پرینترها و زودتر وارد این حوزه شدن. اونجا دندون پزشکا احساس میکنم که یه ذره چون حالا شاید تخصصهای دیگه‌ای داشتن، درمانی داشتن، وارد حوزه تخصصی دیگه‌ای شاید نمیخواستن بشن. نمیدونم تو ذهنشون چی بود، مقاومت میکردن. اورال اسکنرهای قدیمی هم خودش خیلی افتضاح بودن. خیلی بد بودن. و یکی از دلایل هم همینه، چون چیزی که برای دندون پزشک اول اومد اورال اسکنر. اینا اورال اسکنرها اومدن خریدن، با قیمت‌های بالایی خریدن واقعا. خب توان مالیشون هم معمولا بالا بود و می‌خریدن، اوکی بودن. بعد از اینکه خریدن دیدن که حالا نمیتونن باش خوب کار کنن، چون هم اورال اسکنرها ضعیف بودن، هم خودشون باید خیلی وقت می‌ذاشتن تا یه چیزی جدیدی رو یاد بگیرن. حالا این قبل از اینه که حالا مثلا ما هم وارد حوزه واردات و اینا بشیم. بعد براشون سخت بود، براشون سنگین بود. میگفتن ما یه قالب بگیریم خیلی سریعتر کارمون پیش میره. دلخونی کمتر بشه. مثلا باید بریم 1 ساعت تو دهن بیمار که مثلا سریعتر بشه. شما مثلا بازار به ما گفته بود 5 دقیقه، برای ما شده مثلا نیم ساعت. ولی الان اصلا اینجوری نیست. الان اورال اسکنرها دستگاه‌های بهتری شاید ارائه شدن به بازار. اورال اسکنر رو لازم نیست دندون پزشک وقت بذاره، میتونه دستیارش انجام بده، در حالی که قالب ریزی رو فکر می‌کنم معمولاً کار قالب گیری رو خب کار دندون پزشک بود و یه وقت زیادی هم از دندون پزشک میگرفت. برای همین الان استقبال دندون پزشکا واقعا عالیه از دیجیتال که متوجه مزایاش شدن و به نظر من خیلی خوب دارن به سمتش. و تجهیزاتش فکر میکنم نسبت به مثلا 10 سال پیش هم خیلی با کیفیت تر شدن، هم خیلی ارزون تر شدن. چینی‌ها اومدن تو بازار و بازی تغییر دادن. بله، انگار مثلا یه کامپیوتری که مثلا سرعت اینترنت دایل اپ و مثلا بگید که اون موقع اونجوری بود، خب الان چجوریه؟ الان سرعت خیلی حالا خیلی هم خوب نیست، ولی از اون زمان خیلی بهتره. برای همین خب خیلی طبیعیه دیگه که الان دندون پزشکان ترغیب شدن، دوستاشون میبینن چقدر قشنگ دارن کار میکنن، چقدر خوب دارن کار میکنن. مثلا بدون اورال اسکنر نمیتونن خیلی دیگه کار کنن. یکی که اصلا به من گفت من اورال اسکنر مشکل پیدا کنه متاعو میبندم تا خوب شه، دوباره مثلا بیاد دوباره بتونم. چون مخاطب دیتی تاک هم دندانسازها هستن هم دندان پزشکا، خیلی کوتاه اگر بخواید بگید اولین مرحله ورود به دنیای دیجیتال چیه؟ خرید اسکنر، گرفتن آموزش چیه دقیقاً؟ میخوام برم حالا دیجیتال شم، چی کار باید کنم؟ آگاهیه به نظر من. تو واقعا بیان من دوستای دندان پزشک زیادی دارم که میگه خریدم، هزینه‌ام کردم، حالا بعضیشون واقعا چیزای بدی خریدن، خیلی بد.
ولی حتی سراغ دارم برندهای خیلی خوب خریدم، میگه افتاده گوشه زیاد کلینیک، گوشه مطب، اصلا به دردم نمیخوره، بی کیفیت، ولی اون دستگاه خیلی خوبه. چجوری حرفو میزنی؟ خب تو ذوقشون خورده، حقم دارن. چون اون زمانی که بالاخره اورال اسکنر اومده بود، خب یادمه همکاران من خودم شخصا واقعا روز اولی که اورال اسکنر از نزدیک دیدم، یعنی انقدر اون بنده خدا خوب پرزنت کرده بود و اغراق کرده بود، اگزاجره کرده تو پرزنتش، واقعا خودم فکر می‌کردم که حالا یه خود اگزاجرش کنم که صبح پا میشه میره نونم میخره، صبحونم آماده میکنه، چایی هم دم میکنه، فلان فلان. یعنی طرف میگفت دیگه از تمام مثلا قالب‌گیری‌ها شما راحت شدید، دیگه نیاز به هزینه متریال نداره دیگه فلان. خب هر کسی باشه اول کار میگه چقدر جالب، بذار حالا بخرم تهیه بکنم. خب وقتی رفت تو دل کار اون زمان دید که خب میخوام اسکن بکنم نمیشه. بعد به اون شرکت هم زنگ میزنن، هنوز علم اون قضیه هم به اون شرکت انتقال داده نشده، فقط دیوایس رو آورده. بعد زنگ میزنن، اونها هم زیاد آگاهی نداره. لپتاپ های اون قدیم هم خب کانفیگاشون خب خیلی متفاوت تر از الان بوده. به هر طریقی بود بالاخره یه اسکن هم میتونست بگیره. اون زمان دیگه نمیتونست پیدا کنه لابراتواری که بتونه اسکن رو تبدیل به دندان بکنه و خورد تو ذوقش. یه تایمی من خیلی از دوستان خودتونم میشناسید، منم میشناسم که ویترین شده، عملاً یه دیوایس خریدن، یه اسکنر خریدن، حتی بخش میلی خریدن، یه ویترین شده اونجا داره خاک میخوره. اون زمانو که دوستان میگم اون هزینه‌ای که من یادم واسه سیرونا میگفتم پرداخت کردم، قد یه چی بود، لنکروز بود، نه قد یه لنکروز اون موقع مثلا بود، من واسه سیرونا پرداخت کرده بودم. خب الان اگر اون پول لنکروز خریده بودم الان خیلی بیشتر درآمد داشتم. تکنولوژیش هم دیگه قطعا. بله اون زمان آدم با اشتیاق میاد جلو، با ذوق میاد جلو، ولی میبینه که خروجی مطلوبی نیست دیگه، میگه دلش کن، باز هم آموزش شده. دقیقاً باگ بزرگی که این وسط وجود داشت همین بود. اول اینکه شما انتظارتون رو از بحث دیجیتال اول باید خوب تعریف بکنید. چه انتظاری دارید؟ قراره تو کجا پیش برید؟ قراره فقط اسکم و قالب‌گیری‌هاتون رو کم بکنی یا نه یک گام بالاتر میخواین طراحی رو خودتون انجام بدید؟ حالا یا یک گام باز بالاترش یا میخواین خودتون بسازید؟ حالا تو این ساختن تا چه مرحله‌ای میخوایم برید جلو؟ گفتم اینها استپ هایی هست که اول از همه یک دندانپزشک باید به سوالات پاسخ بده، با توجه به بودجهش، با توجه به انتظاری که داره از خروجی که میخواد بگیره، با توجه به لوکیشنی که داره و با توجه به تعداد کاری که داره. مثلا واسه میلینگ ها خود من شخصا میگم آقا اگر کارتون زیر 250-300 واحده نرید سمت میلینگ، برون سپاری برای شما توجیه اقتصادی بهتری داره. اگر به این تعداد کفش رسیدید، اون وقت خرید یک دیوایس میلینگ میتونه براتون توجیه پذیر باشه، باز هم به شرط و شروطا. در مورد 40 سایت که اشاره کردید الان میخوام خود بیشتر بازش کنم. بله همکارای دندانساز بعضیاشون معتقدن که این بعد ممنوع بشه فروشش به همکارای دندانپزشک و خیلی نگاه صفر و یکی هست، این کار ما رو کساد میکنن، این اصلا حق ندارن مستقل شن، دانشش رو ندارم، اگر من میتونم کار دندانپزشکی انجام بدم که اون کار دندانسازی انجام بده چرا دست کم میگیرید؟ دندانپزشکام از اون طرف میگن که آقا من برای کار تک واحده میتونم با یه اگزوکت خودم کارم راه بندازم، برای این لانه، برای حداقل گلاس سرامیک ها، برای خیلی از کارهای ساده میتونم انجام بدم. والا اوکی من سینتر اینا به دردم نمیخوره، نمیخوام داشته باشم کارهای طولانی مدت، ولی کارهای ساده‌مو چرا باید لنگ کسی باشم؟ نگاه شما این وسط؟ این دعوایی که بوده و هست همچنان، ولی یک سری حالا خط نشون‌هایی هم برای هم کشیدن، دندون‌هایی هم برای هم تیز کردن. تو برخی از جلسات من اطلاع دارم که چه التیماتوم هایی به مثلا دارن میدن. حتی دوستان دندانساز تا جایی که من اطلاع دارم یه سری مصوبه دارن تعریف میکنن که آقا دندانپزشک حق داشتن اینها رو نداره فلانه. درست یا ناصحیشو من نمیتونم نظر بدم، تو صنفی خودشونه، ولی یه چیز رو میتونم به جرئت بگم که جلوی تکنولوژی و رفاه رو شما نمیتونید بگیرید. شما به جای اینکه بیاین مقابله بکنید سعی بکنید همدیگه رو بیارید بالا. من نظرم روی این قضیه است. به جای اینکه من بیام انرژیوم بذارم برای اینکه پیدا بکنم کی الان رفته دستگاه خریده فلان خریده، من انقدر بیام به عنوان یک دندانساز خدمات خوب بدم، به روز باشم که واسه دندانپزشک بگه آقا واسه من نمیصرفه،
که بیام من همه کلی هم هزینه بکنم باز خدمات اون مثلا لابراتوار رو نمیتونم بگیرم. خب وقتی که چنین چیزی اتفاق بیفته دندانساز حرف خوش رو میزنه، میتونه داشته باشه، دندانپزشک هم میتونه کار درمان رو انجام بده. اگر دندانپزشک داره ترغیب میشه به سمت این که بره خودش دستگاه رو در حقیقت وارد بکنه یا مثلا نصب بکنه، خروجی بگیره، حتما یه جای کار میلنگه. این دوتا با هم دیگه یه سری دیالوگ های رد و بدلش قطعا شده که باعث شده بگه آقا ایراد نداره، من این هزینه رو پرداخت میکنم ولی نمیخوام که این مشکلات رو داشته باشم. من بحثم همینجاست که اون دندانسازایی که الان دارن اینطوری صحبت میکنن به جای اینکه مصوبات بدن و نمیدونم حالا بخوان یه سری قوانین، کامل سمت دندانپزشکاست. من سمت علمم، من سمت دندانسازها هم هستم. میگم آقا علم که وسطه. من میگم دندانسازها هم این کار رو جلو بردن، این که بیاین به صورت قهری برخورد بکنید دردی رو دوا نمیکنه. من فکر میکنم میتونیم یه خورده به جاهای توسعه یافته هم نگاه کنیم. اروپا چیکار کرده، آمریکا چیکار کرده. من خیلی تحقیق کردم، خیلی رایجه میلینگ های چرساید اونجا داشتن و کارهای کوچولو مسئولشون خودشون انجام میدن اونجا. تا اونجایی که من اطلاع دارم حالا ممنوعیتی وجود نداره که حتی دستگاه بزرگتر داشته باشن ولی براشون نمیصرفه که همین. یعنی انقدر هزینه های داشتن یک دستگاه رو دندانسازان انقدر میتونن با خدمات خوب، با سرعت خوب، با تکنولوژی خوب بیارن پایین که برای دندانپزشک نه صرفه که بره هزینه بکنه منابع انسانیش، چون شما دیوایستون هر چقدر جلوتر میره پیچیده تر میشه، خدماتش و نگهداریش و منابع انسانیش و تکنیسیانش خب خیلی دیگه چالشاش بیشتر میشه. من خیلی میشناسم که میلینگ خریدن الان بلا استفاده است، خیلی زیاد میشناسم. یعنی میگه برام نمیصرفه اصلا متریالی که باید دپو کنم، تجهیزاتش، نفراتی که باید حقوق بدم، چون بیزینسش نیست. ببین یه وقتی ما زورمون نمیرسه که مسیر رو بریم، به جای اینکه خودم سرعتمو بیشتر بکنم میام لباس یکی رو میکشم تو بیا عقب تو بیا. بحث واردات مثلا خودرو تو ایران دیگه مثلا جلوشو بگیری بد میشه دیگه. شما خودتون رو بکشید بالا، ارتقا بدید دیگه، مطمئن باشید که اگر این کار رو بکنید دندانپزشکا سراغ خرید دستگاه و شما لول اپ باید داشته باشید. مگه نباید لول اپ داشته باشید؟ چرا مثلا یک دندانپزشک برای مثال دارم میگم بیاد با یک لابراتواری کار بکنه که سنتی داره کار میکنه، بعد خدماتش هم که داره ارائه میکنه انجام میده، خب معقول و میبینه دوستاش دارن یه خروجی خیلی جذاب بگیرن تو سرعت خیلی تایم خیلی کمتر، متریال بهتر و حتی هزینه خیلی معقول تر، ولی داره با یه مجموعه کار میکنه که خب اون مجموعه شاید زمان بندی، حتی برخورد، رفتار، خیلی چیزایی که الان واسه خیلی در حقیقت پررنگه. خب چرا نباید دندانساز خوش لول اپ بکنه؟ من چون تو ساید هر دو تاشون هستم، هم دندانپزشک هم دندانساز، ما هم هستیم واقعا. آره نه حقو به یه طرف میدم، نه واقعا هیچ کدومشون خیلی حرف اشتباهی میزنن. ما خودمون این تجربه رو داشتیم که یه کاری که 45 روز طول میکشید و دیگه گفتیم خودیا این راهی نداره این کار واقعا باید زمان ببرن. بله. تلاش کردیم با کنترل ورک فلو، دیدیم یه روزه میشه انجام داد و گفتیم واو، اونها تقصیر سنت یا تقصیر دپو، تقصیر متریال و اینها میندازن. خیلی وقتا به خاطر مدیریت ضعیفه که این کار انقدر کش پیدا میکنه، انقدر طول پیدا میکنه، میشه خیلی سریعتر انجامش داد و این میشه نارضایتی بیمار، پزشک اذیت میشه و پزشک میگه لابراتوار میگه من نمیتونم، میگه خب اوکی با تو کار نمیکنم، میره سراغ یه جایی که بتونه بیمارش رو راضی کنه. بله دقیقاً هم روال کار همین، بیزینس یعنی همین، به هر حال فرق نمیکنه. دکتری که داره درمان میکنه داره بیزینس میکنه، دندانسازی که داره کار میسازه بیزینس میکنه، ما داریم بیزینس میکنیم. اصولش همینه، شما دنبال یک بیزینس درست و منطقی و راحتی هستید، چرا با چالش داشته باشید؟ من میخوام بگم بحث دیجیتال و دیجیتال ورک فلو اگر درست انتخاب بشه رفاه جذابی رو بر ارمغان میاره که این رفاه جذاب همه طرفی که باش در ارتباط هستن میتونن منفعت ببرن ازش. میفهم. علی وسوسه نمیشی لابراتوار بزنی یا کلینیک بزنی؟ چون میدونم روابطشو داری، دوستای خیلی زیادی داری که سریع میاد کار میکنن و نقطه شروعت بالاست. بله صفر نیست، خیلی بالایی. خیلی میگم نقطه شروعت خیلی بالاست.
واقعیتش خب خودتون هم دیگه میدونید شرایطش رو داریم که این اتفاق بیفته، ولی تو بحث یعنی بعد احساس خطر کنیم؟ نه قبلش نه از سمت مجموعه ما احساس خطر تو بحث خدمات هیچ علاقه‌ای نداره. نه تو بحث خدمات، نه تو بحث مطب داری یا کلینیک داری بخواید حساب بکنید، هیچ علاقه‌ای من با این قضیه ندارم. من تخصص‌های مجزایی میدونید اینها رو؟ بله کاملا مجزا میدونم و دوست دارم وارد حوزه‌ای باشم که بهش اشراف دارم. و نمیخوام، من آدم تک‌بعدی هستم محمد و نمیتونم به یک مقوله چند بیزینسی نگاه بکنم. یه بیزینس قوی فکر میکنم بهتر از 5 تا بیزینس ضعیفه و این مبتنی بر تمرکزی که شما انجامش شدید. یه زمان مسئله انگلیسی میگه که شما اگر 5 تا خرگوش رو با هم دنبال کنی یه دونه‌ش هم نمیتونی بگیری. یعنی منظوری که یه دونه رو بگیر بذار یه جایی برو سراغ دومی سومی از وسط به 5 طرف. آره. و من هم در حقیقت عرض کردم با اینکه خیلی شرایط مهیاس واسه این قضیه به هیچ عنوان علاقه ندارم به سمتش برم. بحث خدماتی. من چون دیدم شما رو و فکر میکنم سعی میکنید از روح خودتون بدمید به سازمانتون و فرهنگ سازمانی داشته باشید، خیلی واضح نظارت‌های خاصی دارید سر اشعارتون و منابع انسانیتون تقریبا همه خوبن، همه محترمن، همه خیلی خیلی فکر می‌کنم حرفه‌ای رفتار میکنن. روابط کارمند مدیر، کارمند مشتری، چه نظارت‌های دقیقی دارید سرش که این فرهنگ سازمانی شکل بگیره؟ این خط قرمزه و بچه‌ها همه میدونن. من اگر خیلی پیش اومده بچه‌ای که کشته میدی ها؟ من کشته میدم واسه کشته دادیم مثلا امروز و در فلانیو بندازید تو سیاه‌چال تاریخ. ببینید من اعتقاد به این قضیه دارم، مهارت و اطلاعات فنی خیلی جز اکتسابیه، میشه شما با اکتساب اونو کسب کنی، ولی شاکله یک نفر، فرهنگی که به حال توش بزرگ شده، اونها اکتسابی نیست، یعنی ذات طرفه. اگر ذات اون فرد ذات درستی باشه، خیلی چیزا رو من تو مجموعه ما صبر آموزش وجود داره، خیلی هم وجود داره و فرصت داده میشه. ولی اگر اون خط قرمزهایی که عرض کردم خدمت شما، احترام و حالا موارد از این دست، نظم و دیسیپلین کاری رو طرف نداشته باشه، تو مجموعه ماندگار نخواهد. مثالشو بزنی. مثال میزنم برات. یکی از بچه‌های ما، بچه‌های مدرس ما، بذار یه مثال دیگه بزنم، نمیخواست بچه مدرس رو بیارم تلاششون زیر سوال نبرم. یه وقتی یکی از بچه‌های ما در نبود ما با یکی از همکاران ما یه بحثی شد و در نبود من چیزی که متوجه شدم و دوربینا رو چک کردم صداش رفت بالا، با اینکه اون فرد بسیار آدم در حقیقت توانمندی بود و تو مجموعه هم بهش وابسته بودیم. جلسه‌ای که واسه اونها من فرداش گذاشتم، اون شب فرزانه جان میدونه من خوابم نبود، فرداش اومدم اون جلسه‌ای که سری اومدم و اون جلسه رو گذاشتم، جلسه اخراجشون به فکر نکنم به زیر یک دقیقه هم نرسید و گفتم شما خط قرمز رو رد کردید، هر چقدر توانمند باشین اجازه یه همکاری با مجموعه دیگه شما ندید. خیلی هزینه کرده بودیم براشون، خیلی بهشون فرصت دادم، خیلی بچه‌هایی بودن که نیاز بود خیلی یاد بگیرن، خیلی از این هیت به دور بودن، تو هیت ما قبلا کار نکرده بودن، خیلی تلاش کردیم که به یک جایی برسونیمش. گفتم اون صبر آموزشی تو مجموعه هست، ولی تو سیستم شرکتی غایتا آدم بی‌رحمیم. تو این حرفه‌ایه دیگه، کاملا حرفه. مهندس خیلی توی شرکت ما اونجوری نیستن که اصلا فکر کنید که خیلی با بچه‌ها مثلا بچه‌های ازشون یه حساب خاصی میبرن. واقعیت چه این بچه‌ها اگه بخوام مرخصی بگیرم میان به من میگن آزادی هم میشه مرخصی، میگم خب مثلا مدیر مستقیمشون خیلی خب چند نفر مستقیما با مهندس کار میکنن، میگم خب باید از ایشون اجازه بگیرین و اینا، میگن نمیشه لطفا شما، ما نمیشه، اصلا روشون نمیشه اصلا، یعنی یه احترام، یه حالا نمیدونم اسمش چیه، یه ترس هر چی هست
خیلی حساب میبره از مهندس و قابل توجه بچه‌های خودمون همه جا همینه. من فکر کردم میخوای بگی خدا رو شکر کنین من مدیرتونم. نه یه خورده شخصیش کنیم وارد توسعه فردی شیم. من یکی از کاری که برای خودم جذاب و همیشه انجامش میدم، آدم‌های معتبر، آدم‌های معروف، افرادی که موفقیت‌های جدی پیدا کردن رو حوزه فردیشون رو خیلی خیلی دقیق بررسی میکنم. بیوگرافیشون ساعت چند بلند میشن، ساعت چند میخوابن، چی کارا میکنن، ورزش میکنن نمیکنن، 8 ساعت کار میکنن، 15 ساعت، همه اینا رو بررسی میکنن و میبینم تقریبا همشون شبیه همن. تا حد خیلی خیلی شدیدی همه شبیه همن و تنوعی واقعا ندارن. یه روزتون رو چجوری شروع میکنید؟ چه ساعت میخوابید؟ چند ساعت کار میکنید؟ چی کارا میکنید؟ لباسانو اتو میکنینم بگید. واقعا من کسیم که یکی از علایق اصلیم کاره، یعنی کار رو دوست دارم بیشتر و واسه یه کاری هم که میخوام انجام بدم یه سری مقدمه داره. واقعا زودتر از همه من پا میشم. ساعت با توجه به ساعت کاری شرکت 9 من واقعا 7:30 پا شدم و پا میشم بلا استثنا دوش میگیرم، لباسامو کامل خودم اتو میکنم. خودتون باید اتو کنین دیگه. بله. توضیح باز بخواد. این باید آپشنی که آره فراهم الان عرض میکنم چون به خاطر اینکه بچه‌مون الان تابستونه رو دارم میگم، ولی اگه تایم کلاس بچه باشه، مدرسه آدریان باشه، ما خب 6:30 پا میشیم، صبحونه‌اش آماده میکنیم. این روال 9 ماه هست. ولی روال تابستون الان ما تقریبا 7:30 من پا میشم، دوش میگیرم، لباسام قشنگ مرتب آماده و حوالی ساعت 9:30 من میرم شرکت. تو تایم تابستون دارم عرض میکنم و از اون سمتش خب تقریبا تا همیشه دیگه تو راحت باشه تا زمانی که کارو غروب آفتاب، تا زمانی که نه تا زمانی که تهدیدهای طلاق و اجرا گذاشتن مهریه نیاد وسط، من شرکت میمونم و کارا رو هندل. یعنی ساعت چند معمولش حوالی من صبح که میرم شرکت تقریبا 12 ساعت تا 15 ساعت شرکت. یعنی چند میزنید درون؟ من 9:30 شرکتم و شبم برمیگردم خونه. کمش گفتم 12 ساعت، حوالی ساعت 10 11 خیلی وقتمون برطرف. شرط باید کار کنه، درستش همینه. به خدا مرد نباید زندگی نه باید واقعا این آقا این یک وارد این فاز نشید، بازندش منم. یه در مورد پس ورک لایف بالانس، تعادل بین کار و زندگی کمی صحبت کنیم. بهش اعتقاد دارید؟ نه. شما نداری. من دارم جواب مهندس رو میدم. نه آقای حیدری اصلا اعتقادی ندارم، فقط به کار اعتقاد دارم و واقعا هم فقط کار. یه چیزی همیشه به من میگه که پس من بهش میگم بابا بیا بریم، مثلا بیا زودتر بیا خونه، امشب مثلا مامانم اینا میان یا مامان سینا میان. من برای کی دارم کار میکنم؟ برای شما. همیشه اینو بهش میگم علی جان خودمونیم، الانم که بازم خودمونیم، ولی اگه ما نبودیم تو همینجوری کار نمی‌کردی. به خدا به خاطر اصلا کار کردن جزئی از ذات علیه، یعنی نه به خاطر ما، نه به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه دوست داره کار کنه، انگیزه داره و از ابتدا هم اینطوری بود. یعنی خیلی به کار کرد، خیلی زمان زیادی در روز رو به کار کردن اختصاص داده. غذاتونم بگید و یه سری نهار نمیخوره، صبحونه و شام؟ متاسفانه نه صبحونه هم نمیخوره. صبحونه ما تو شرکت خیلی با این مرد ریخت یه لحظه. من گفت صبحونه دوست دارم، فقط جمعه ها هم تو خودم درست میکنم. روزهای دیگه هم میتونه خوش درست. یعنی تصوری که فرزانه بیا صبحونه درست بکنه، یعنی من صبح پاشم صبحانه درست کنم، خب خودش زودتر پا میشه درست کنه. من چی نمیگم. خودم بازندش منم، ادامه ندیم. صبحانه اون نهار نمیخوره، منم نمیخورم. چرا من نمیگی؟ خب ساعت چقدر بنده خدا کار میکنه؟ یه تقسیم کاری وجود داره دیگه. من والا تا 6 و 7 هستم دیگه. من کل انرژیمو از چند تا بیسکویت کنجدی هست. کنجداش خیلی آره کنجداش قویه.
من برندش رو تایید میکنم. یعنی سر تغذیه پس میتونم بگم تغذیه خیلی خوبی ندارید شبیه خودم. متاسفانه نه، ولی حالا از شوخی گذشته ما همیشه تو خونه غذا داریم، چون شام حتما درست میکنم. آره آدریان برای آدریانم میارم، آخه نمیخوره. مثلا 1000 بار آوردیم همینجوری مردیم، اصلا نمیخوره، وقت نمیکنه. باورتون نمیشه، میگم کار اولویت همه چیزش هست، حتی غذا خوردنش هم، یعنی کار به غذا خوردن هم اولویت. انقدر فکرم درگیشه اگر نباشه مثلا مهمانی بیاد به بهونه مهمان شده شاید این اتفاق بیفته، ولی در حد شاید. ولی در کل حالا صحبت بکنیم، انقدر فشار کار حداقل رو خود من زیاده، فکرم واقعا درگیر خیلی از مسائل میشه، اصلا واقعا به تنها چیزی که فکر نمی کنم مسئله همین ناهار و اونجور بارها شده. خب بوده غذا اصلا آوردیم نخورده. بعدها نمیگم خوبه، خیلی باطنی بهش حق میدن. خب آدم یه ماه بیاره نخورد، 2 ماه خب غذا خراب میشه، به چی بیارم؟ آره الان شما امروز هم با ما ناهار ندی، من حرف زدم. ما اصلا گفتیم الان شما ناهار ندی. ساعت چای خورد. ساعت 6 الان. نه صبحانه خوریم. همش حجمه وارد. ما حرف زدیم، چیزی گفتیم اصلا. چند اومدید خب؟ شما گفتید ما روز تعطیل، امروز شرکت داره آموزش برگزار تعطیل باشه. شما تعطیل، ما تعطیل. نه من میخوام فقط به جواب خوب برسم، ما قبل از تغییر نجات پیدا کنم. ورزش هم گفتید میکنی. ورزش شمال که بودم خیلی ورزش میکردم، یعنی روزی نبود که من ورزش نکنم. ولی تقریبا 12-13 سالی که اومدیم تهران انقدر تمرکز کاری دارم، متاسفانه خیلی کم شد ورزشم و هفته‌ای 1-2 بار سالن و اینور اونور، ولی در حد مصدومیت، یعنی میریم مصدوم میشیم میایم تا هفته بعد. فوتسال چنا ورزش سالم. چرا الان من میرم مداوم. آدریان باعث شد یه خورده الان چند وقتم شنا هم بریم. آفرین خیلی عالیه. بدنسازی من بدنسازی میرم، بعد مداوم من میرم. زندگیتون سالمه؟ سالم یعنی چی؟ یعنی تغذیه‌تون چه میدونم تغذیه سالمی باشه، ورزش نمیخوریم دیگه، سالمه دیگه و ظاهرا واقعیتش هم من هم فرزانه خانم برای ظاهر خودم خیلی اهمیت قائلیم و چون کسی که اون بیزینسی که داریم به نظرم به یک ویترین شیک نیاز داره. کی بعدش میاد با یه نفر صبح الان خود من سوال بکنم، یعنی اینجوری بگم مرداد ماهی ما الان هوا اینقدر گرمه فلان، همه دوست دارن آستین کوتاه باشن، کت و شلوار کراوات زده میرم سر کار. خب کراوات نوالی مابقیش آره خب همین میخوام اینجا عرض بکنم. خیلی منو میبینم میگه بابا چیکار داری میکنی؟ ولی از نظر من برای این بیزینسی که داری زحمت میکشی باید یه سختیایی اینطوری هم داره، قربانی داره، قطعا داره. ویترین کار باید شیک باشه و برای همین قضیه دوست دارم از نظر حالا ظاهری فیتنسی حالا هر مواردی از این دست هم خیلی چیزا رعایت بکنم و چون فعالیت‌های بدنیم یه خورده‌ای کم شده به خاطر خیلی مشغله‌ای که دارم، شاید یکی از دلایلی که ما غذا رو کم کردیم، متاسفانه میگم حالا شاید نقص کنن قضیه رو، ولی یه خورده غذا و شیرینی و اونجور چیزا رو کم کردیم که حداقل اونجوری حفظ بکنیم. میدونم بیزینسمن‌ها تنهایی‌های عمیقی دارن، ناراحتی‌های بزرگی دارن، تصمیم گیری هاشون معمولا بهشون خیلی فشار میاره و احتمال اینکه کلمه افسردگی دوست ندارم استفاده کنم، ولی احتمال اینکه ناراحتی عمیق پیدا کنن زیاده. وقتی این شکلی میشه چیکار میکنی؟ این آهی که کشید جوابم گرفت. آخه زیاد رو تو کمون بتونستم جوابش رو خفقانی حالا ولی از چی گذشته شوخی گذشته، یکی از واقعا سنگ صبورهایی که واقعا شما به اون 5 تا لپتاپ هم یادم گفتی سنگ صبور. نه 5 تا لپتاپ و خدمتتون سنگ صبورات. خیلی وقتا ما با هم خیلی صحبت میکنیم، یعنی اصلا اینطور نیستش که بریم توی خلوت خودمون و فلان، نه با هم خیلی صحبت میکنیم و خیلی چیزا با اینکه روزانه کنار هم هستیم ولی میایم خونه خیلی از مباحث متاسفانه صحبت کاری هم داریم بیشترش،
ولی خب آدمی هستیم که زیاد با هم صحبت، حتی اگر ناراحتم باشیم. رو همسر اوکی نیستن معمولا. قاعدتا سعی کنیم شبیه الا کلنگ باشیم، یعنی کسی که تو میره بالا تو اوج عصبانیته، اون یکی حرفی نزنه، سعی کنه آرومش بکنه و بالعکسش. در کل خود من وقتی عصبانی بشم عصبانی نمیشه. جدی میگم خیلی کم پیش اومده، یعنی شاید توی 15 سال 5 بارم عصبانی نشده. عصبانی که میشم تو خودم میریز. آره آدم برونگرایی نیستم که من میدونم مثلا میگه من عصبانی شم، مثلا با زنه همین شر درست میکنه عصبانی نشم، نه چون بعدم بدتر میشه. نه دیدن من قاعدتا آدمی که تو خودم میریزم و از درون دارم منفجر میشم و برای اینکه این منفجر شده رو مدیریت بکنم قدم میزنم. واقعیتش خیلی بهم حس خوبی میده قدم زدن، حتی تو خونه. و یه وقتایی هم موزیک گوش میدم. چی گوش میدی؟ یه موین. آره دیگه 99% موین. الان ماشین محزونه کلا. همین الان ماشین روشن کنی اولین آهنگ پلی میشه موین، یعنی ادامه شما خاموش کردیم. حس خوبی بهم میده. میفهمم. و چقدر به آینده امیدوارید؟ این سوال خیلی بدم میادش ولی خیلی دوستش هم دارم برای این. شبیه احساس خوشبختی میکنه. واقع بینانه به خصوص بعد از جنگ اخیر یه خورده ناراحتی همه بیشتره، ابهامات بیشتره، عدم قطعیت ها بیشتره. بله. یه خورده الان این سوال جدیتری شده برای همه که چه میشه. پس میپرسم آینده چقدر بهش امیدوارید؟ اگر آینده امیدوار نبودیم هیچ وقت این کار توسعه رو تو این همه سال پیش نمیبردیم. ما قاعدتا آدم هایی هستیم که مثلا دهه 60 ها دیگه من 40 سالم شد دیگه، سال 64 ام و 40 سالم شده. زنده باشید. توی سختی بزرگ شدیم، توی حسرت بزرگ شدیم و به نظر من انگیزه‌ای که یه دهه 60 داره واسه حالا پیشرفتش و حتی حالا حوالی دهه 70 به نظر من مثلا قابل قیاس با دهه‌های جدید نیست. به نظر خود من خیلی امیدوارم به تلاشایی که داریم میکنیم. شرایط بوده و هست، یعنی یه چیزی هست از خارج توان ماست کنترلش، مدیریتش. ولی به قول چارلی چاپلین به دخترش گفتش که شاید دنیا اون جشنی نباشه که توقعش رو داشتی بهش دعوت بشی، ولی حالا که دعوت شدی تا جایی که میتونی زیبا برقص. شاید شرایطی که الان ما داریم واقعا اون شرایطی نباشه که انتظارش رو داشتیم و حقمون نباشه، ولی حالا که توش هستیم همش قور بزنیم این چیه این فلان از این حرفا، تا جایی که میتونیم داریم از زندگیمون لذت میبریم به نحو خودمون. و گفتم خیلی امیدوارم، خیلی به تلاشی که داریم میکنیم و اتفاقایی که از طریق مجموعه داره رقم میخوره، تلاش بچه‌ها و فکرایی که تو مجموعه داره رقم میخوره. خود من شخصا یه سری تارگت گذاشتم و به نظرم تاش میکنیم اون تارگت ها رو. اگر مثلا آدمایی نیستیم که مثلا اخبار ببینیم بگیم آقا مثلا تا 9 شهریور قراره فلان اتفاق بیفته پس ما مثلا نفروشیم، یا یعنی کلا تو این چندین سالی که ما کار کردیم یک بار هم فروش رو متوقف نکردیم. خیلی از همکارای ما گفتن آقا دلار مثلا توی نوسان اصلا هنوز ثابت نیست، جنگ داره میشه، فلان داره میشه، ما فعلا توقف فروش داریم. من اصلا فکر نمی‌کنم ما هیچ تایمی ما توقف فروش نداشتیم. ما الان داخل گاف صندوق شرکت سری چک‌ها هستش که مثلا مال دلار 46 تومانی دستگاه رو ما تحویل دادیم، هنوزم کنیزه هست، مستند ارائه. تو هر شرایطی بود واقعا ما پس نکشیدیم، یعنی پا پس نکشیدیم و رفتیم جلو، گفتیم ایراد نداره ببینید توکل کنید. تلاشمون هم یه جایی منطقی بود، میگفتن که نباید این کارا رو انجام بدی، ولی اگر قرار بودش همه چی منطق باشه که دیگه زندگی بعد بیزنس واقعیتش اینه که بیزنس یه مقداری دیوونه بازی توش داره، ریسکش. و اونایی که خیلی عاقلن بیزنسمن نمیشن، معمولا کارمند میشن. من با این قضیه موافقم تا حد زیادی. چقدر به سوال اینکه ماها کارمندی دوست داریم خوب جواب دادید آقای. شما الان کارمند نیستید، عاقل ترید، عاقل بودید. من انداخت تو این سیاه چال ببینین. آره ولی سیاه چال خوبیه. آره تو این سیاه چال خوش میگذره به نظر من. هم بدیایی داره هم خوبه، ولی در کل فکر می‌کنم خوبی‌هاش خیلی بیشتر. آره آدم حداقلش اینه که احساس مفید بودن رو بیشتر میکنه. حالا اینم بستگی به آدمش داره دیگه، نمیتونیم بگین که اونایی که مثلا کارمندن احساس مفید بودنشون مثلا شاید اونا دارن
اون حس خوبو دارن. اصلا نمیشه یه کاملا نسبیه. کاملا نسبیه. بله کاملا نسبیه. یه آرامشی کارمندی به آدم میده که اصلا خودتون میبینید دیگه. الان واقعا خیلی وقتا مثلا همین خیلی مدت اتفاق افتاده، همین تعطیلاتی که اتفاق میفته زمانی که کارمند بودیم کیف می‌کردیم، الان میگم وای چرا تعطیل باید باشه فلانه، حالا کلی چک داریم، کلی بدهی داریم، فلان داریم، کلی پلن داریم که انجام بدیم. و حالا سوای اون قضیه قطعا هر انتخابی برای خودش قابل احترامه، ولی انتخاب ما این بود که بالاخره وارد این ریسکا بشیم با همه این نوسان و همه این احتمالاتی که وجود داره توی بیزینس، ولی تصمیم ما این بود که وارد بشیم و شدیم. امیدوارانه. اگر سوالی من باید نپرسیدم یا دوست دارید خودتون مطرح کنید، گپ آخر میکروفون دست شماست. بفرما شما. من که میگم که تا اینجای کار واقعا هرچی آقای حیدری یا همون علی جانم گفتن، انقدر تو شرکت بهش میگم آقای حیدری، اصلا سخت نمیشه بگم علی، هرچی علی جان گفتن واقعا چون اعتقاد داشتم بهش، به قولی باش بازی کردم، پشت دستش بازی کردم، از این به بعد هم برای من همینه. تا اینجا جواب اون اعتمادی که هم تو زندگی داشتیم، تو زندگی مشترکمون، هم توی محیط کار رو خیلی خوب دادن و واقعا امیدواریم جفتمون به آینده شرکت، به اون بیزنس هایی که کنارش داریم ران میکنیم و حالا هنوز مطرحش نکردیم، آنچنان به زودی خبرهای خوبی از آریو میشنویم، به همه اون پلن هایی که با هم ریختیم خیلی اعتقاد دارم و واقعا این سوالی که به آینده چقدر اعتقاد داری و چقدر امید داری خیلی زیاد، من حداقل برای من خیلی زیاد، حتی اگر جنگ بشه، حتی اگر دلار بشه 200,000 تومان، من به آینده زندگیمون و به آینده کاریمون خیلی اعتماد دارم. علیه شما؟ حرف آخر که حرف که زیاده، یعنی آدم میخواد راحت بگیم قور بزنه تا دلتون میخواد موضوعات مختلف از آب و هوا بگیر تا مباحث مختلف قور وجود داره، ولی گفتم آدمایی که انرژی مثبت هستن خودم شخصا دوست دارم دور خودم جمع بکنم، چون به اندازه کافی خبرها داره بد میگه، اتفاقات بد فلان فلان. آینده‌ای که خودمون بود برای خودمون بسازیم. هیچ کس تو این مملکت برای شما فرش قرمز پهن نمی‌کنه و این فرش قرمز رو خودمون باید برای خودمون ارزش قائل بشیم و برای هم پهن بکنیم. خیلی بیزینس هایی که به این صورت داره شکل میگیره و داره حالا توسعه پیدا میکنه واقعا نیاز به سری حمایت ها داشته و داره، هممون هم میدونیم، ولی دلمون رو خوش به اون حمایت ها نکنیم. اگر به خودمون اعتقاد داریم یا علی بگم بریم تو دل کار. من بازم میگم کسی که اون بالا هست قطعا حواسش هست، یعنی من با تمام وجودم به این قضیه اعتقاد دارم. امیدوار باشیم به آینده، از انرژی‌های منفی که اطرافمون هست واقعا پرهیز کنیم، چون حالمون رو بد میکنه. به هم احترام بذاریم، به هم خوبی کنیم، حس خوب داشته باشیم نسبت به هم دیگه. اینو من تو بیزینس بارها به همه بچه‌ها و همکارا دارم میگم، قضیه همش پول نیست و واقعا خیلی وقتا به قول بابام برکتی که 1,000 تومان به زندگی آدم میاره شاید چند صد میلیون تومان به زندگی آدم نیاره. اون برکت، اون حس خوبه خیلی مهمه. ممنونم ازت محمد جان، ممنون که وقتی گذاشتی، لذت بردیم تو این چند ساعت گپ و گفتی که با هم داشتیم. امیدوارم که نتیجه کار نتیجه مطلوبی بوده باشه. بسیار عالی و ممنون که ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار. چالشی ترین قسمت ها هر جایی بود که خانم آزادنیا بود کلن چالش بود.